چرا نمیشه؟ یعنی از این عبارت که معرف راسخ به همین سخنش کافر است. همین سخن، بله، همین سخنی که بیان شد واضح است. اگر غیر قرینه استعمال کنند در کفر خو واقع نمیشه. این همین عقیده کفری است. بیاید برائت میکنیم ازش، توبه نکنه ما از برائت میکنیم. بس منوط معرف راسخ کفر است. بله، اینا رو تطبیق با اینا نتید در مسئله مسکو. مسئله مسکو واضح و روشن است. فهمو من قبول کردم گپت. از همین سبب بسیار علماها را تکفیر کردند، بسیار طالب علم ها را تکفیر کردند. وقتی که اینها یک کار میکنند علما میگن که این کارشون خوب بود یا خوب نبود. هر عالمی که خوب نبود میگن تکفیر میکرد. عالمی که خوب نبود گفت اسلام این کار نکرد، کاری تو را موقتا در همین وقت درست نیست گفت. سخن منم از همین باب است. در همین سخن مرا تکفیر کردن غلو است. من فقط از این بحث و مناظره میخواهم همین را رسانم که در تکفیر کردن غلو کردن در همین مسئله. برای چی؟ برای که این مسئله از مسئله مفسده و مصلحه است، به اجماع ثابت است. مسئله دوم نقطه ای که ابو حنظله گفتند که شما نگوید که ابو محمد تو زیاد صحبت میکنی. ابو حنظله رفتند، من میخوام صحبت بکنم. دوم مسئله که اینا گفتند که بیا ما رو دفاع کن، ما تو رو دفاع کنیم و رحم کنید به ما، به هم دیگر رحم کنید. برادر عزیزم بیاد من به این دو جمله قصد خودم و مقصد خودم و دلیلم بگم. اگرچه یک چند بار گفتم، مختصر، خیلی مختصر کرده به شما میگم، دلگیر نشود برادرها، دلگیر کننده نباشید. الله سبحانه و تعالی اولا ما را از کفر و شرک و ضلالت نگه دارد، از کبر و رذیلی نگه دارد. الله سبحانه و تعالی با لا اله الا الله زنده کردن و با لا اله الا الله مردن را به ما نصیب بکند، شهادت را نصیبمون کند. مسئله خطرناک است، نازک است، لیکن من به شما میگم رحم ضد ظلم است. رحم در درونش عدل است، انصاف است. رحم را فقط به مسلمان ها کرده نمیشود، رحم به همه است. رحم یک سخنی مجمل است، یک سخنی مجمل که این رحم را به جانب بد برده یک کس را تکفیر کردن شما ممکن شده ایستاده است، یا به جانب خوبی بردن ممکن است. منهج اهل سنت و جماعت در این چنین صحبت ها به برادر گمان خوب میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. هر چیزی که در روی زمین است رحم کنید، الله که در بالای آسمان است به شما رحم میکنه. سخن پیامبر عموم است. بیاید به همدیگر رحم کنید. این به این معنا است که شما به ما دروغ نگویید، بهتان نکنید، ما هم به شما رحم کنیم، سخن حق گوییم، رحم کنیم به شما لا اله الا الله رسونیم. انا همین معنا است. رحم کرد یک انسان. پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت مسلم آمده است، در روایت بخاری مسلم آمده است، یک زنی که قائمه صائمه، قائم اللیل صائم النهار بود، یک گربه را محکم کرد، طعام هم نداد، شراب هم نداد، او را باز هم نکرد، در درون قفس گربه را نگه داشت. گربه در درون قفس مرد. این زنی شبانه نماز تهجد خواننده، روزانه روزه دارنده را الله به عذاب گرفت به خاطر رحم نکردن به گربه، به خاطر رحم کردن به یک سگ، آب دادن به یک سگ. بارک الله فیکم، یک زن گناهش بخشیده شد. اگر یک کافر را دیدید که غلیده ماندگی است، تشنه است، از تشنگی میمیرد، شما به این آب دادن تو ممکن است؟ از روی رحم آب دادن ممکن است یا نیست شرعا؟ اگر آب دهید او را به اسلام دعوت کنید، شما کافر میشوید یا نه؟ نه نمیشوید، شما مسلمانید. برادر عزیز، رحم کلمه مجمل است. ما وقتی که میگیم که شما به ما رحم کنید، ما به شما رحم کنیم. شما در حق ما عدل کنید، دروغ نگویید، ظلم نکنید، طعنه نزنید. موحدین و مسلمان ها را بر دروغ تروریست گفته برده محکم کرده ترمه به ناندازید.
چیزی نبوده رو به بالای مسلمان ها ننویسید، از عقبش ننویسید، بزغالگی نکنید، جاسوسی نکنید، دروغ نگویید. اینمی رحم است. رحم کنید و ما هم به شما رحم میکنیم. رحم ما چی است؟ همون رحمی که پیامبر به مشرکین و کفار مشرکین کردن. توحید میرسونیم، حق به شما میگوییم، لا اله الا الله به شما واضح میکنیم. اینمی است رحم ما هم به شما حق نرسانیده یگان کاری به بالای شما نمیکنیم. اینمی است گپی ما. اینمی است که رحم کنید، رحم کنید. آیا همین مقصد من گیجوش کفر است؟ نمین گیجوش که کافر میشه دیست. بله کافر بد دیدن در کار، بله براعت داشتن در کار، اما این رحمی که من گفتم براعت نابود نمیکند، به براعت ضدیت ندارد. تو بد بین کفار مشرکینه، لیکن از جانب دیگر تو به اونها رحم کنو، دعوت رسون. تو اونها به حق نگفته، حق نرسانیده به اونها یگان کار ظلمی که از قتل و کشتار باشد نکن. اول توحید رسون، دعوت کن یک بار. برای پیامبر صلی الله علیه وسلم به یگان قوم هجوم نمی کردند پیش از اینکه مگر اینکه اونها را دعوت میکردند. همین گپ رحم کن، رحم کنیم، یعنی در بالای ما ظلم نکن که ما به تو ظلم نکنیم. دروغ نگو که دروغ نگوین. عادل کن، چیزی بوده را گو، چیزی نبوده را نگو. ما هم چیزی بوده را میگیم، چیزی نبوده را نمیگیم. انمی قدر سخن بود. اینها بردند و گفتند که شما به وحدت دعوت میکنید. والله کلمه وحدت وجود داشته باشه برادر عزیزم، وحدت طلب کردن کفر اکبر است. رحم طلب کردن، عدل طلب کردن، دفاع طلب کردن کفر اکبر نیست. ما شما رو دفاع میکنیم. انا که کلمه رحم شما فهمیدید. بله برادر، من امیدوارم که شما به این قانع شدید. اما دفاع کردن به هم دیگر، از یک جانب من دلیل ما رو آوردم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از کفار مشرکین طلب دفاع کردن یا نکردن؟ کی میگوید که پیامبر نکرد؟ وقتی که پیامبر قوت نداشتن، قدرت نداشتن، خودشون از مشرکین طلب کردن که مرا دفاع کنید. در آیم به چی؟ به مکه. در مکه ابو طالب مشرک پیامبر دفاع میکرد. پیامبر صحابه ها را به حبش فرستادند و گفتند که در حبشستان یک پادشاه است که عادل است، ظالم نیست، در نزد او ظلم کرده نمیشود. روید از نام من بگوید. صحابه آمدند با سردار جعفر ابن ابو طالب، گفتند که ما را پیامبران فرستاد به زیر ما، به بالای ما ظلم استن است. ما میخوایم که ما را امن و امان بدید، ما را دفاع کنید. این حالت شد یا نشد؟ بله شد. ما هم امروز حالتمان وزنین است، حالت همه مسلمانان وزنین است، حالت موحدین وزنین است. اگر یک مسلمان طلبی دفاع از کفار و مشرکین کند، که طلبی امن و امان کند، طلبی پناهندگی کند، آیا کافر میشد؟ اگر گوید که در کشور من مرا میکشند به خاطر عقیده‌ام، برای اینکه من سلفی هستم مرا میکشند، به من تهمت میکنند، 50 سال ترمه کرده مرا میکشند، من از شما طلب میکنم که مرا اجازت بدید همین خیل دفاع کنید، همچون یک انسان مسلمان آزاد من زندگی کنم، با همین عقیدم زندگی کنم، بگذارید. آیا همین کافر میشد؟ نمیشد. این کافر نمیشد. پیامبر این کار گفتند وقتی که به مکه نموندن، گفتند که مرا کدام از مشرکین دفاع میکنه؟ دفاع کنید به من به مکه درون. پیامبر به عقیدم آزاد باشم. همین طلب پناهندگی طلب دفاع است. انا که جانب دیگر دفاع کردن کفار و مشرکین، آیا ما هم شما رو دفاع میکنیم؟ گفتند درست است یا نیست؟ بیاید من به شما کتاب نواقض الاسلام علی بن خدیر رو خونم. اما ان كانت بدعتهم يكفرون بها مثل ان يكونوا يعبدون غير الله فهؤلاء لو ظاهر الكفار عليهم لا يعتبر ناقض. اما ان كانت بدعتهم يكفرون بها مثل ان يكونوا يعبدون غير الله فهؤلاء لو ظاهر الكفار عليهم لا يعتبر ناقضا، وإنما يدخلون في مسألة المظاهرة الكفار، لأن هؤلاء في الحقيقة كفار وإن تسموا باسم الإسلام. يعني ببینید مسئله از چی عبارت است؟ هر کسی که میخواد که مسئله را کامل فهمد، به نواقض الاسلام علی بن خدیر نواقض الاسلام علی بن خدیر 23 صفحه است.
به شکننده هشتم، زیرا که به صفحه 18 صفحه است. والله به 18 صفحه روید به نواقض الاسلام نظر کنید. مسألة معاونة الكفار أو معاونة الكفار على الكفار، سواء كان المظاهر عليهم كافرا أصليين كاليهود والنصارى أو يتسمون بالإسلام وقد قام بهم مكفر. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من منعها ومنهم من أجازها. کمک کردن کفار، دفاع کردن از کفار از جانب کفار دیگر، این مسئله خلافی است. در این مسئله تکفیر کردن نمیشه. یعنی چی؟ حالا من به شما میفهمم. من از کفار طلب دفاع کردم، بله، این مسئله به اجماع گفتم این کفر نیست. طلب حمایت کردن، طلب دفاع کردن، طلب پناهندگی کردن، این کفر اکبر نیست. اما مسلمان کافر را بر کافر دیگر یاری بدهد. دو کافر است، تو به یک کافر یاری میدی تا که دیگر کافر زده شود. آیا همین جایز است؟ یعنی میگویی که تو به کافر مثلا تو مرا دفاع کن، من هم تو را در ضدی بر علیه دیگر کافر یاری میدهم. تو مرا دفاع کن، من هم تو را بر ضد دیگر کافرها یاری میدهم، دفاع میکنم، یاری میدهم. آیا همین کفر است یا نیست؟ محمد علی بن خدیر گفته است که این مسئله خلافی است. بعضی حالت ها است که علما اتفاق میکنن که مسلمان ها به یک قسم از کفار یاری میدهد و به واسطه این کفار دیگر میزن. حتی اگر شما تاریخ رو خونده باشید، تاریخ هارون الرشید رو نظر بکنید، تاریخ بعد از این پیش از این عمر بن عبدالعزیز، بعد هارون الرشید و غیره رو نظر بکنید. وقتی که روم به دو قسم تقسیم شد، روم قدیم و رومی که یک دولت دیگر نو به وجود آمد، ویزانتیه، حکومت اسلامی مسلمانی همون وقته به همین رومی هایی که ویزانتیه بودن داگ ور بستن، گفتن که ما تو رو یاری میدهیم و دفاع میکنیم، تو ما رو یاری بده دفاع بده. برای چی؟ برای دشمنی هر دو ما یک است. اما تو کافری تو مشرکی، تو کافری تو مشرکی. برای که او یهود و نصارا بود، با اونها پول دادن، یاری کردن. این یک حکومت نو تشکیل شده کوچک ویزانتیه خست، او روم زد. وقتی که روم زدن نابود کرد، بعد از این مسلمان ها ویزانتیه خودش زدن. و این یک پلیت که یک سیاست است. حالا ببینید مسئله معاونت الکفار، یاری دادن کفار علی الکفار، بر ضد خود کفار، یاری دادن کفار بر خود کفار، سواء كان المظاهر عليهم كفارا اصليين كاليهود والنصارى او ينتسمون بالاسلام، فرق نداره. تو وقتی که یک کافر رو یاری میدهی بر ضد یهود و نصارا باشد یا بر ضد کسانی که خود را به اسلام نسبت میتن، ینتسمون بالاسلام، کافرها را نصرت میتی بر ضد کسانی که اونها منتسب به اسلام است. و قد قام بهم مکفر، یعنی منتسب به اسلام که قبوری ها بماند. هذه المسألة خلافیه بین اهل العلم، این مسئله خلافی بین اهل علم است. منهم من منعها، قسمی از اینها این چیز منع کردن، و منهم من اجازها، و قسمی از اونها اجازت دادن لیکن بشروط. وعلى كل حال فلا تعتبر مساعدة الكفار على الكفار من نواقض الاسلام. در همه حالت هم نصرت یا بگیم کمک کردن و دفاع کردن کفار بر ضد دیگر کفار از نواقض اسلام نیست. اما افسوس که این مسئله رو اینو نمیفهمند، اینو جاهلند، آخر علم ندارند. جیگرم خون میشد که من به اینا چگونه رسونم. او این نواقض الاسلام نیست؟ این نواقض الاسلام نیست که اگر من بگم که ای کسانی که ما شما رو مثلا اختلاف نظر داریم، رحم مسئلهش گفتم از همه جانب که عدل و انصاف است و رحمی که چگونه است. و مسئله دفاع بم ما را دفاع کنید گفتن، طلب دفاع که این به اجماع هیچ اختلاف نداره. ما هم شما را دفاع در حالتهای ضروری میکنیم گفتن، از این باب اگر گفته باش، یک کس اگر بگوید زود تکفیر نکنید، یک کس اگر این عمل کند زود تکفیر نکنید. بین برادرای موحد از سبب بسیار مسئله ها را نفهمیدن هم دیگری را تکفیر میکنند. این جای تکفیر نیست.
مسألة المسائل التي سبقت هي في المظاهرة والمعونة هو أن يكون حرب بين المسلمين والكفار، فظاهر الكفار على المسلمين. اما کفار را به بالای مسلمان ها کمک و نصرت دهید، این به اجماع شکننده اسلام است. اما مسئله الاستعانه فتختلف، اما مسئله استعانه این تماما دیگر مسئله است. مسئله طلب کمک از کفار فتختلف، وهو ان تكون الحرب بين المسلمين ثم يطلب احد المسلمين المعونه من الكفار المسلمين، فهذا هو المقصود بالمسائل الاستعانيه استعانه طلب العون من الكفار. برای همین من میگم که در نواقض الاسلام نویسید، کتاب نواقض الاسلام علی بن خدیر به شما میبراید و بعد از این شکننده هشتم بروید، یک چند صفحه 5 صفحه است خونید، از صفحه 16 تا صفحه بارک الله فیکم 20، 4 صفحه، این 4 صفحه است. این مسئله معلوم است. اگر این مسئله هم بگوید که ابو محمد خطا کرد، مالش ابو محمد خطا کرد، اما تکفیر کرده نمیشه. این مسئله ها جای تکفیر نیست. اولا این مسئله مجمل است، ثانیا این مسئله به اقوال علما است. این مسائل تکفیر میکردگی نیست. برای همین ما میگیم که انا همین ها به خاطر احساساتی، به خاطر جماعت تکفیر ناحق کرده ایستادند. از خودشان به بالای من بعض جمله ها را تحمیل کرده ایستادند. تو فلان چیزا فتنه گفتی، من میگم که والعیاذ بالله پناه به الله نگفتم، من گوینده همون سخن کافر میدونم، من نگفتم، من یک مسئله تطبیقی رو گفتم. انا این مسئله رحم و مسئله دفاع من این گپ گفتم. این مسئله را درجه بالاترینه که گفته میتونید ماکسیموم، اگر ماکسیموم بگوید ابو محمد خطا کرد بگوید، اما تکفیر نیست. این مسئله تکفیر نیست. تکفیر کننده ها جرأت کردند، به احساسات داخل شدند، از پیش خود در دین الله صحبت میکنند. من 10 بار نگفتم گویم نه گفتی میگم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا خطا کردند. اگر بگویند که بله سخن ابو محمد درست است، اکنون خودشان باید از تکفیر کردهشان توبه کنند. اینا قادر نیست. اینا هرگز به خطای کردهشان تن نمیگیرند. من میگم که مو خطا کردن ممکن است، اما همین مسئله یک کس بیاد بگه که ابو محمد خطا کرد، والله من میگم بوکی نداره، راو خطا کرده باشم مالش، من خطا بگو، اما تکفیر کردم به دلیل بیار. من به خاطر دفاع خود نبرم، به خاطر منهج. آیا از نظر منهج در یک مسئله اختلافی تکفیر کرده میشه؟ آیا از نظر منهج در یک مسئله مصلحه و مفسده تکفیر کرده میشد؟ نمیشد. اگر من بگویم که بله میشد، از این میبرد که ما به مسئله غلو رفته شدیم. منهجاً اگر همین تکفیر مرا هم نمیکردن، من در این مسئله انا همچنین عقیده داشتم. این غلو در تکفیر است، تکفیر بلا مناط است. تکفیر در مسائل مختلفی یا در مسائل اجتهادی است. در مسئله من همین است. اما باز میگردیم به مسئله معرفی راسخ. الحمدلله هر یکی شما شنیدید برادرای عزیزم که ابو حنظله در حقیقت جوان مرد است. در مسئله معرفی راسخ تا به حال سخنش عمیق نشنیده بود، سخنش گذاشتیم 2 بار 3 بار 4 بار تکرار به 3 مناط معرفی راسخ تکفیر کرد. به 3 مناط معرفی راسخ تکفیر کرد. به مناط کفار بدون قرینه هم مسلمان گفتن تکفیر کرد. به مناط انتخابات برفتن به خاطر پارلمان تکفیر کرد. به مناط من باب مصلحه پارلمان به درآمد کار کردن هم تکفیر کرد. همه شما شاهد بودید، تسجیلش هم است. خواهش میکنم از برادرها انا همه قشه جدا کنید گذارید. اما بله من و ابو حنظله در مسئله من اختلاف کردیم. من میگویم که یک مسئله قصاص گرفتی یا هجوم کردی، این مسئله در بعض حالت مصلحه و مفسده به ربط دارد، خیلی که در طول تاریخ همه علما گفتند. مثلا حضرت علی و معاویه یا حضرت بارک الله فیکم حسین خیستنشون، چقدر انسان ها خیستن خودشون حق گفتند. حجاج ظالم تکفیر کردند، سعید ابن جبیر خیستند ضد حجاج ابن ظالم. حجاج ابن ظالم سعید ابن جبیر تکفیر کرده بودند، گفتن این کافر است.
به ضد کافر خستند. لیکن بعض از علما گفتند که انمین کار سعید بن جبیر در همین وقت خطا بود، از نظر مصلحه خطا بود. نگفتند که سعید بن جبیر کافر است، نگفتند که جهاد فتنه و این آن، نه، گفتند که سعید بن جبیر مقصد خوب دارد، دلیل هم دارد، اما وقتی که خست به حجاج ابن یوسف ثقفی هجوم کرد، انا همینجا از نظر مفسده و مصلحه خطا شد. برای چی؟ قدرت سعید بن جبیر، قوه سعید بن جبیر برابر قدرت قوه مختار ثقفی نبود، کم بود. قدرت نباشد کم. فهمیدید برادریز؟ خطا میشه. برای همین احمد ابن حنبل و همه علما اجماع کردند که یک کافر، یک حاکم کافر شد، طاغوت شد، همان وقت به او خروج کردن فرض است که شما چی باشید؟ قدرت داشته باشید. قدرت داشته نباشید بهترش خروج نکنید. برای چی؟ فتنهش زیاد میشه. شما خروج میکنید، زورتون نمیرسد، او همین مسلمان های بیدگی هم یک چند نفره همه را نابود کرده کشته میپرد. معنای این سخن انکار کردنی کافر بودن او را انکار کردن نه، خروج کردن به یک طاغوت و حاکم بینماز به خروج کردن انکار کردن نه. این چیز ثابت هست در شریعت، اما وقت مناسب لازم است. هیچ کس در این مسئله هیچ کس کافر نمیگه بجز کسانی که از علم بوی نداره. امیدوارم که مسئله ها واضح شد. منم قدر زیاد صحبت کردنم حاجت ندارد. برادران صحبت کردنی باشد بسم الله بفرمایید. برادران صحبت کنید. علیکم السلام و رحمت الله. شیخ اولو معذرت من میپرسم از شما که دخالت کم در بحث از دیگه برادرها، اما سبب این بود که هم آداب نداشت، هم اخلاق نداشت، هم علم نداشت. اما شما بالای این الحمدلله که صبر کرده، مهربانی شما رو دیده، شما رو صحبت کردن نمیمونه. یکم دوم که از روی جهالت الله المستعان جهاد رو اصل دین گفته. حتی من در جای خچم بودم، منم رفته دست برداشتم نبرداشتم که اصل دین گفته اگر با همین اعتقاد داشته باشد، اگر چیگه گفت گشتم این تکفیر به انبیا میشد، ولی که در بعض انبیا جهاد قتل فرض شدگی نبود. همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ابتدا قتل صحابه تا فرض شدنی یعنی جهاد رو جهاد نکرده بودن. چخیل اصل دین بود، پس او مسلمان نبودن. کسی اصل دین نشه مسلمان نیست. او انبیایی که با او قتل و قتال فرض نشده بود یا اینکه در ابتدا اسلام پس مسلمان نبودن. نیو اعوذ بالله. این خودش اگر کسی اعتقاد داشته باشه خودش یک کفر الهیده و تکفیر انبیا و چی میشه. البته که تفصیلات دارد. انا بعد اینکه او انسان در همینجا در جای خودش توبه کرد، دو کفر کرد، در اینجا یک کفر، در جای خودش کفر که گفت که همین، البته همین مسئله در جای گفتگی رو گفت که جهاد یکی از اصلهای اصل دین است، گفت اصل دین است گفت. و بعدی با گفت که اگر من قوم پرست باشم الله مرا به ایمان بکشد که ببرد از دنیا. اعوذ بالله. این روزی کفر نیست مگر؟ این چی قسم است؟ این خودش کفر است. این خودش یک کفر است. قسم کفری، قسم اهل بدعت است که فقط قسم میخورد، نخواه یک واحد قسم کفری بخورد. این جهالت او را دلالت میکنه که انسان علم ندارد، عموما علم ندارد. مثلا اصل دین از دیگر چیز فرق نمیکنه، مگر الله نمیگه ولا تقف ما ليس لك به علم. مگر الله شما را منع نکرده است. ما کسی که علم ندارد چرا تو پیروی داری؟ الله سبحانه و تعالی برای تو حرام کرده است بدون علم چه رفتن صحبت کردن. نه علم داری نمیفهمی اصل دین از فروات فرق نمیکنی. در مسئله اصل دین عین تکفیر کردن به زورت کردن، زوره قطعی تکفیر کردی، مرد ورق. البته خیلی اینجا آمده خیلی تعلیم گرفتی، لیکن مرد وری باید میفتی که انمی راسخ عینا مشرک کافر. چخیلی که شیخ ابو حدا در مسئله فروات تکفیر کردی از الله نترسیدی؟ در اینجا در مسئله اصل دین زبان تا گزیده خورده با استاد گفته این بچه چی است؟ از سبب جهالت تو است. علم که نداری اصل دین از فروات جدا نمیکنی. البته خیلی شیخ همه دلیل رو آوردن در مسئله پناهندگی یا که رحم یا که ظلم نکنه. کسی میگه تکفیر میکنه، پیغمبر صلی الله علیه و تکفیر میکنه، اصحاب تکفیر میکنه. چخیلی که شیخ آورد مثلا در ابتدا
پیغمبر صلی الله علیه و خودش امکش دفاع میکرد، از او پشتیبانی میکرد، پناهندگی میکرد. همین گونه چاله که شیخ هم آوردن حبشه رفتن، پوچه اونجا مسلمان نبود، تا زمان اسلام قبول کردنش چیکار کرد؟ از اینا دفاع کرد. پیغمبر صلی خودش گفت وای عادل است، یعنی که اینها رو نگاه کرد پناهنده. پس این کفر باشد اگر اعوذ بالله تو صحابه را کافر گفته سای. همین است که اگر جاهل دهانش بگشاید چندها کفر در گرفتار می شود، چندها حرام و بدعت منتشر میکند. ابو حنظله جوانمرد هستی، از الله بترس. البته من به تو سخت گپ زدم، در جای خودش گفتم. بعدی که تو گفتی من گشتم، بله من سخن میگیرم، لیکن من تو را زندگی گفتم سخره کرد به سببی که تو با اونی که اگر جهاد اصلی دین بدونی تو انبیا را تکفیر کرده سعی. تو ابتدای پیغمبر صلی الله علیه و آله به اصحابش ایمانش قبول نداری، اسلامش قبول نداری. زبانت میشکه، از زبانت کفر میبروید. در جای خودت قسم میخوری که من را الله با ایمان از دنیا برده که من با ایمان از دنیا برم. این قسم کفر است. چیست؟ الراضی کفر. من راضی بالشرك بالكفر فهو مشرك فهو کافر. عبدالله بن عباس این چی است؟ عقیده تا حالا توحید نفهمیده، با میگی من کفر از ایمان فرق میکنم، از اسلام فرق میکنم. تا حالا فرق نمیکنی والله. در مسئله قتل و قتال یک بار کی تکفیر کرده است؟ در مسئله جهاد یک بار کی تکفیر کرده است؟ مگر اینکه مسخره کند، مگر اینکه این کار کند. در مسئله قصاص کی یک بار تکفیر کرده است؟ بیچاره نخونده، نه مسئله فروت میدونه اصل دینه، مسئله مصلحه و مفسده اخوف و ضررین همش به حدیث و چی است میگوی اگجا هستی، میگوی برای من دلیل نیار. شیخ حدیث خونده است میگوی قیل و قال تمام. این باید کفری کرد. گفته پیغمبر صلی الله علیه و برای تو قیل و قال میشود. سراسیمه نشو، یک باره سرت خم خیلی نرو. ما میدونم تو را زید بدری یا اینکه راسخ هجوم کردن، چه که بعضی از یک چند پیش اومده بود خبر که ابو حنظله رو با نزدیکی شاید مقابل ابو محمد جنگ بدوزن و خودت هم در بعضی چیز خودت میدونی ساز تو رو متهم کردن در بعضی چیزی که توبه کردگی. چرا از الله نمیترسی؟ من حقا هستم، من غمخوار هستم، فلان هستم. چی دروغ میگویی؟ تو غلام هستی. این حال من تو را غلام دیدم. از الله بترس. علم نداره علم بگی. ما تو رو احترام میکردیم، طالب علم میفتیم، برادرت میفتیم، به خاطر همون قیمه‌دونسی گپ میزدی. صوفیای مشرکای ما رو رد زدی. ماشاءالله ما گفتیم چرا از خطر رد نمیزنی؟ در فکر راسخ مشرک است یک ردش نمیزنی. در پیش ببینید انصاری است و فاتح است یک بار بنام تکفیرشون که ردشون زده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ برادر من صحبت دارم. میفهم گفتم که کم بعض چیزا از سخنتان چیز نبره. من او رو میگویم، من تیار هستم که دلیل قطعی بگم. من او رو میگویم برای که وای در جای خودش همه گپ گفت، همه چیز رو گفت. من رو حق دارم. الله با من حق داده است که با او خیلی انسان ها جزا من جنس عمل، با او خیلی انسان های بی آداب آمده است شیخ با وقت میدید، شیخ احترام نمیکند، با او وقت میدید گپ چی نمیکند. اینقدر تهمت دلیل میارد میگه قیل قال نگو. گفته پیغمبر صلی الله علیه و میگه قیل قال نگو. این چی است برادر ابو لقمان؟ الله شما را مگر گفته پیغمبر گفته الله قیل قال گفتن خودش چی است؟ به احترامی نسبت قرآن و سنت نیست؟ چرا من با احترام کنم؟ زمان احترام پیدا میکند که از زمین گپاش باید بگرده. باید انم حق شمی است. ما او رو گپی سخت نزدیم. تا زمان وقتی جهاد اصلی دین میگوی انبیا را تکفیر کرده است. تو پیغمبر صلی الله علیه و قطعی اصحابش قبول نداری. تا زمانی که جهاد فرسیدن این چی است؟ چی به آدابی است نسبت پیغمبر، نسبت دین الله؟ این خیلی انسان ها همین خیلی جزاش من جنس عمل است. اگر بیاد مثل انسان صحبت کند همینجا 200 آدم 300 آدم نسودگی است. برادر ابو لقمان معذرت میخوام برای نسبت شما اگر به آدابی شده باشد، همینجا 200 300 انسان نسودگی است. خاموشیم آمده است همینجا گپ زنی نمیمونه. اشکرا با راهبری داره. برادر محقق هم میگه که تو گپ نزن، تو خیلی نکو. وای تو کی است خودش؟ در زبانش کفر میبرد، میگه که مرا الله از دنیا یا که من از دنیا به ایمان ببرم. کفر نیست مگر؟ میگه بله ما در سخنتان که سخنتان گرفتم برادر عزیز. اولش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بر کل موحدون در این کانال هستن.
ما گرفتم از خاطر که شما گفتین که سید بدری اینا را در این کانال وارد کرده و ابو محمد سعید بوده و در سخنایتان بارک الله فیکم بعض سخنای خود پس گرفتن، از او بخاطر قابل یاد کردن نیست که ادامه دادن و گفتن که یعنی چیز است و شیخ ابو محمد المدنی اون رو هم تاکید کردن و در اون خاطر گفتیم که یک بعض چیزها را آدم دنبال نمیزنن. هدف ما است سبحان الله که کل موحدون یعنی بفهمن که چه وقت تکفیر حق است و عبادت است و چه وقت تکفیر ظلم است و خیانت است بر حق مسلمانان. این هدف کل موحدون در اینجا که حاضر هستند و هیچ کس سبحان الله هیچ کس در حق موحدون در مسلمانایی که یعنی در صف اول هستن یا دوم هستن یا در شبکه هستن گپ میزنن، هیچ کس مخالفینشان نیستن و هیچ کس اونا را در یارم دو نمیزنن و کسایی که در صف می جنگن او را خلافشان نیستن. یک نقاط هست که کسایی که در این موضوع یعنی سخت خود قایم گرفتن و گفتن که نه ما تکفیر میکنیم تا توبه نکنیم، مثل ابو حنظله. اونا اگر در منطقه خود افغانستان در یک منطقه که اهل سنت زندگی میکنن یک بگیرن یک پرچم لا اله الا الله در سر مسجد خود بانن و اون مسجد از اهل سنت باشه، اما منطقه را طالبا چی میکنن؟ میگیرن هجوم میکنن، کلشان دزگیر میکنن و خانهشان چیز میکنن و سر یعنی دستاندازی سر خوار مادر یا میکنن، مشکلات زیاد خلق میکنن به خود امون منطقه. چون که اگر یک نفر یک معلم یا یک مسلمان امون کارشانه یا امون کار از این فرد یک فتنه بگه، نمی فتنه کردین به مسلمان ها دزگیر دادین، مسلمان ها را قتل کردین، مسلمان ها را یعنی سر خانماشون ظلم کردین، باز میفهمنم این کار ناحق بود. نه که لا اله الا الله بیرقش کس قبول کنه، نه که برش تومت کنه بگه نه بیرق لا اله الا الله شما رد میکنین. یک هر کس که این کار کرد و یک یعنی جاسوس پوتین است و کافر است، بر ما یعنی توبه بده، هر دلیل که آورد ما قبول نمیکنیم تا که اینا نمیشه توبه خود اعلان کنه و این عمل قبول کنه. در این نگاه یعنی از اصل و دینم نیست، مثل شیخ گفته در این نگاه اگر یک عالم خطا کنه مگم در این نگاه حق گفته شیخ، چون که ما دیدیم چقدر مسلمان ها را نمیشسته گرفتن دزگیر کردن و رای میکن در صف اول. دیدیم به نام نمیشسته از او گروه یعنی دزگیر میکنه، تحقیقات میکنه، بندی میکنه، چیز میکنه، بگیر نمون حال یک رای پیدا کردن که این کار نمیشسته یعنی ادامه بتن، سر مردم چیز کنن. و دوم موضوع دیگه که بسیار مهم است که در بین افغانا خاصتا که بسیار در وطن کسایی است که ادعای جهاد کرد، از ملا عمر که مردم دفاعش میکنن یک سخن کفر به طاغوتش ندیدیم. یعنی چقدر 5 سال گرفتن حکومتی کردن از 1996 تا 2021 و از ربانی و از حکمتیار از به نام سیف الله میگنش اونا باز کلشان در صف دموکراسی استاد شدن، ادعای جهاد کردن، مثل طالبان، مثل القاعده، مثل جبهه النصره، مثل یعنی حزب الله و مثل حماس. امیال یک فتنه کردن، حماس 1000 نفر کشتن، امیال 2 لک نفرشون کشته شد، 200 زیادتر نفرشون مردمشون داد میزنن، کسی دادشون نمیرسه. یعنی بعض چیزا هست یعنی آدم نمیگه که کاملا مجاهدون پیدا نمیشه، ما این گپ نمیزنیم. مگم اگرم یک نفر شهید شود ما میگیم ان شاء الله شهید، چون که تحقیق کردن نمیتونه امو عمل الله سبحانه و تعالی راضی است یا نیست.
از همون نفر همون کار کرد راضی است یا نیست. او را تاکید کردن نمیتونیم، از اون خاطر نمیتونیم بگیم که این کافر مطلق شد، از خاطر که رضاگی الله سبحانه و تعالی ما نمیدانیم، ان شاء الله میگه. و این بسیار موضوعی است که خصوصا در سرزمین افغانستان بسیار یعنی دفاع میشه در عملیات که میشد و در چیزا که میشد. بله یگان عملیات هست خطا است، یگان عملیات هست که به نفع مسلمان است و این آدم چیز میکنه. گفته شیخ از دوربین مصلحه و مفسده میونه، نه از دوربین جماعت خود. درست است هر کس یک جماعت دوست داره، جماعت مگم اصل هدف جماعت باید دیده شود در منهجشان چی هستند، عقیدهشان اون جماعت چی هستند. هیچ کس دست نزنه در این کارا تا که از اون جماعت واضحاً منهجشان واضحاً کنند و درباره کفر بالطاغوت، درباره تکفیر العاده، درباره تکفیر العموم، درباره یعنی درباره دیگه مسائلی که از عقیده ارتباط داره که تکفیر از اصل و دین است یا نیست، اونا رو کلش واضحاً کنن. چرا که ما مثال دیدیم در 2014 در اون جماعت که امروز در افغانستان رسیده، در اون جماعت جهمی هم رفته، خوارج هم رفته، در اونجا باز شروع کردن یاد گرفتن عقیده را. مگم او قسم نباشه مردم بفهمه که در کدام صف که میره، بازو باز نمیشه سنگنه که امیال در مو افغانا خودشان خود یعنی در خود افغانستان مثل زبای محقق خود در اون جماعت نسبت میده، عذر بالجهل میده، وارث منیب خود در اون جماعت نسبت میده، اون بیرق داره نمیشه خود در اون جماعت نسبت میده و عذر بالجهل میده. و کسای دیگه که امی کاره که میکنن که تکفیر بالعموم میکنن و مباهله میکنن، سرزمی عقیده مباهله میکنن به خاطر تکفیر بالعموم. سبحان الله. و از اون خاطر قار غضب و میایه که منهج بدانید او موضوعی نیست که کس از بگوین که جهاد کس قبول نداره. نه، میگن میگن کلگی ادعای جهاد کردن قبل از شما، مگه منهج ندانستن و صفشان امروز تکه هستند. امروز که کسایی که در گرفتار دستشان گرفتار هستند امروز مرتدین وفات میکنن. و این پیام من بدک بر موحدون. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. حياكم الله شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. اهلا وسهلا برادر ابو لغمان. الله شما را حفظ کند. بسیار یادآوری‌های خوب، نصیحت‌های خوب. الله شما را حفظ کند. خیلی ان شاء الله که ابو محمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه باشه، اجازه هست. یک دقیقه برادر شیخ ابو عمر صحبت کنن. اهلا و سهلا شیخ. صحبت کنن باش ما صحبت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرها و شیخ خوب هستن ان شاء الله. بارک الله فیکم. علیکم السلام. شیخ هم باشن ان شاء الله خوب هستین. تقریبا در آخر موضوع من آمدم. شیخ بارک الله فیکم. فقط این شنو داره این بچه، این ابو حنظله یک انسان جاهل هست. من میخواستم بدرم در مابین، اما شما طلب کردین که آرام بشینین سخن نکنین. این انسان نه از سیرت، نه از مصلحه مفسده، نه از چندین جهت ها خبر نیست. سبحان الله. یک سخن رو ذکر میکند وقتی که میگوی یا رسول الله عهد کردن نبود یا اینکه طلب گرفتن از کفار این کفر است، باز تک خط میکند، دور میشود. برای چی؟ برای اینکه علم ندارد. بازی من والله علم جو امتحان نیست، جو یگون چیزی سوالش بکن که همین نواقض اسلام رو خوانده. الله علم شاید خواندگی نباشد. اگر خواندگی میشه این سخن ها رو نمیزد. آمد مسئله رحمت گفت. مسئله رحمت رو میگوید. یک بار نظر بکن
یک بار نظر بکن صورت سیرت رسول الله را صلی الله علیه و سلم. حدیث ها را در کتاب ابن خزیمه در دیگر چندین کتاب ها ذکر شده است که رسول الله بارها میگه من رحمت فرستاده شدم برای همه مردم، من رحمت هستم. سبحان الله، این انسان جاهل هست. الله سبحانه و تعالی هدایتش بکند، الله سبحانه و تعالی علم نافعش نصیب بکند. از موضوع ها خبر ندارد، از موضوع با خبر نیست، به علم است. وقتی که بیان میکنی اوستا قفا میشیند. بعدا اینکه مصلحه را از مفسده جدا کرده نمیتوند، مصلحه عام مقدم هست. و چگونه ای که برادرها ذکر کردند، والله قسم چنان برادرهایی که همونجا در روسیه میگشتند چقدر برادرها را برده محکم کیسند. به دو تا یک برادر چند روز پیش نقل کرد که دو کس اکا و دادر یکش قاری قرآن، یکش قاری قرآن، هر دش را بردن محکم کردن. بعد از همین کارها بعد یک ماه از همین کارها بردن محکم کردن به یگان اساس. چقدر چی بزیبشون زدن، یعنی اون با زبان روسی استاتیا میگن، با ترجمه چی میشود، یگمون تهمت هایی که به اساس همین گونه صدها هزارها تاجیک‌ها را، خاصتا تاجیک‌ها را که مسلمان ها را برده به اساس چیکار کردن، زندانی کردن. آیا در اینجا کدومش فایده بود؟ یعنی مصلحتش خوب بود یا مفسدش؟ کدومش؟ بله، این رو هر یک انسانی که در اون طرف زندگی که زندگی میکند میدوند. و شیخ الله حفظش کند از همین جهت گفت این کار خطا هست، این کار خطا هست. اما این جهالا متاسفانه که از یعنی مثلا ایمینا سخن ما امین ابو حنظله نیست، دیگه جهالاش ما دیدیم که خواندگی نیستن، از شریعت یگان چی با خبر نیستن. در یک موضوع، در یک کاری که بنو بعد انسان ها کردن. تو درس میتونی یا نه؟ آوازت رو بزن خاموش بشین. در یک کاری که یک گروه انسان ها، نه والله اعلم کی کرد این کارو معلوم نیست، بعضی گفتن اینها، بعضی گفتن اونها، همین کارو شیخ گفت این جایز نیست، یعنی این کار خطا هست. گفت این کار خطا هست، یعنی ضررش زیاد شدگی است، تکفیر میکنن. با چی تهمت؟ گویا شیخ جهاد رو این کار کرده باشه. اعوذ بالله. یک طالب علمی که سالها خواندگی همین سخن رو میگوید و این سخنهای اینها چی است؟ چی دلالت میکند؟ گویا یک جماعت چی کاری رو کرد، یعنی جماعت معصوم هست، جماعت بیگناه هست. اما میشود جماعت خطا میکند. یک طالب علم، یک عالم گفت همین کاری شما خطا هست، کافر میشود؟ آیا جماعت معصوم شد، جماعت بیگناه شد؟ بله، بعض جوهلایی که افغانها و بعض جوهلای تاجیکایی که به علم ندارن، میبرن صحبت میکنن، مفسده را از مصلحت جدا کردن نمیتونن، عاقبتش همین میشود. برای شیخ من گفتنی هستم بارک الله فیک امین ابو حنظله، الله سبحانه و تعالی هدایتش بکند، الله سبحانه و تعالی علم نافعش نصیب بکند. علم ندارد و با خبر نیست، نه از سیرت نه از این چیزها با خبر نیست، از این چیزها با از شریعت یعنی آموخته باشد، این چیزها رو با خبر نیست. از معلوم است از سخن چگونه سخن میکند. رسول الله با یهودیا آیا عهد کرده نبود که در یک طرف زندگی میکردن یهودیا در مدینه، شما از مدینه دفاع میکنید، از یک دیگر دفاع میکنیم، همون شرط و شروطش در سیرت ذکر شده است. مثلا یکی از همون قولها را میخواستم بیان کنم که در کتاب عقیده ابن خزیمه در ذکر می شود که وكذلك ورد أنه جاء بعض المسلمين وقالوا يا رسول الله ألا تدعو على المشركين فقال ما بعثت لعانا ولكن بعثت رحمة. سبحان الله. بعضی مسلمان ها برای رسول الله گفتن یا رسول الله در حق مشرکان دعا نمیکنی؟ چی گفت؟ بلکه من بعثت رحمة. اگر از زبان شیخ همین سخن برآمد، بر همین سخن شما تکفیر میکنین. عدم و علم نداشتن شما، یعنی به علمی شما همین است که علم یک سر ندارین، شما گمان میکنین یک انسان که
ما رحم کردیم با بالای اونها، شما تکفیرش میکنید. الله سبحانه و تعالی فرمود در قرآن ان ارسلناک رحمت للعالمین. بله، تفسیرهای گوناگون هست. بعضی اهل علم گفتند این رحمت عام هست. برای همین شیخ الله سبحانه و تعالی شما را حفظ کند، وقت خود را قطعی این گونه انسان ها ضایع نکنین و خودتان عصبی نکنین. برای انسان ها معلوم هستند، از سخن هاشون معلوم هستند. والله قسم که از بسیاری چیزا با خبر نیست، سخن میکند خودش نمیداند چی گفته است. سخن میکند خودش نمیداند چی گفته است. همین نواقض اسلام رو بگیره بخونین، 29 صفحه چه سبحان الله در یک ساعت میخونیش، در یک روز 10 بار در کارشان کتاب میخونی. برای گیره نظر کنین. الله المستعان. بارک الله فیکم. شیخ برادرها صحبت کنین، چه گوش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. سلام مجدد عرض میکنم خدمت عزیزانم، جناب شیخ حنیف حفظک الله و رعاک، و همچنین تشکر میکنم قبل از همه از جناب شیخ المدنی حفظه الله و رعاه و دیگر عزیزانم مثل شیخ ابو لقمان حفظه الله و شیخ ابو عمر حفظه الله که به صورت منهجی صحبت فرمودند و این رو میرسونه که الحمدلله اینها به منهج آگاهی دارند و منهج را میفهمند و صحبت و کلامشون هم از منهج هست. میخواستم یک تبریکی بگویم، بعد تسلیتی بگویم. تبریک به همه موحدان، به خصوص موحدان افغانستان که امشب مشخص کردید که این آقایونی که ادعا می‌کردند که اینها مدافع اهل سنت هستند و یا مدافع توحید هستند در افغانستان، امشب مشخص شد که اونها متاسفانه چیزی در دستشون نیست و هیچی آگاهی نه از نظر منهج نه از نظر مسائل اسلامی هیچی ندارن. که نمونهشون همین 2 نفری بود که امشب اومدن. همون سید افغانی بود که با خنده و با حرفهای رکیک پا به فرار گذاشتند و صحنه رو ترک کردند. و عالمترینشون که همین آقای ابو حنظله بود. ما فکر میکردم که ایشون انسان باسوادی هست، اما امشب باید بگیم که متاسفانه باید بگیم مشخص شد که این بیچاره سوادی ندارن و نه هم متوجه میشوند. حتی نمیدونست که جناب شیخ چی میگن. دلایل شیخ رو که منهجی بود و علمی بود، ایشون اصلا سرده نمی آوردن که جناب شیخ چی میفرمایند و حتی بین فروع و اصول تشخیص نمیدادن چیزی رو. حتی بین خود جهاد که اونا قبلا هم همچنان که جناب شیخ فرمودن که در دفاع خودشون میگفتن بله از آیات قصاص استراد میکردن، هنوز نمیدونست که ما مثلا آیات قصاص رو قبلا گفتیم حضرت شیخ که اشاره فرمودن، این بیچاره هنوز متوجه نبود. و زمانی که از عصبانیتشون دست کشیدن دیدید که به آرامش رسیدن، بعد دیدن هم متوجه شدن که بیچاره هیچی در دست خودشون نداره، نمیدونه چجوری دفاع بکنه. و تسلیت میگم به طرفداران این 2 آقا که خودشون رو به نام مجاهدین لقب دادن و متاسفم بر مرگ اون جوانانی که بر اساس فتوای این افراد جاهل بیچاره و بیسواد رفتن و جانشون رو از دست دادن به نام داعش و به نام افراد دیگری که مثلا اونها میخوان جهاد بکنن. خب از جا مسئله دیگه مشخص شد جناب شیخ عزیزم که افرادی مثل راسخ نمیتونن بیان در صحنه مثلا اینها رو میارن جلو. اما ما در شأن حضرت شیخ نمیدونیم با اینها بحث بکنه، اما الحمدلله فضیلت و بزرگواری جناب شیخ رو میرسونه که با اینها هم کلام میشن و هم صحبت میشن. و اینجا بسیار از مثلا اول من ناراحت بودم که ای کاش حضرت شیخ صحبت نمیکردن، ولی بعد مشخص شد و خوشحال شدم که الحمدلله این سخنگوی اینها بود و مشخص شد که آقا هیچی نمیدونه و تمام طرفدارانش دستشون خالیه، هم برای موافقین و هم برای مخالفین مشخص شد و الحمدلله نمایان شد. اینجا هست که ما مجدد میگیم موحدینمون، موحدین افغانستان، موحدین تاجیکستان، موحدین ایران و همه موحدینی که مستمع بودند و در آینده هم خواهند شنید از طریق تسجیل اینها،
که این آقایی که میومد فقط حمله میکرد به این بر، حمله میکرد به اون بر، تو نمیدونی فلان و اینها. خودش هم در حدی بود که همون الفبای جهاد رو هم بلد نبود و الفبای اسلام رو نمیدونست. اجازه بدید من یک مثال بزنم که حضرت شیخ هر چی مثال میزدن این بیچاره بی سواد نمیدونست. مثلا میگیم بیایم در مورد یک نماز ما فرایض میدونیم، واجبات میدونیم. اگر کسی بیاد از میخوام بگیم که طرف میاد میبینه که یکی میاد در قبرستان نماز میخونه یا در مکان ناپاک نماز میخونه، اگر بین آقا بگن شما اینجا نماز نخون، این فورا بیاد بگه شما منکری، شما کافری، شما منکر نماز شدید. آقا شما نگاه کن، مکان رو، شرایطش رو، شروط داره از خودش. همینجوری که نماز شرط داره و اگر چنانچه شرط نماز برآورده نشود نماز فاسد هست و باطل می شود، جهاد هم هاکذا همینجوری هست. زمانی که حضرت شیخ میفرمایند که جهاد بر اساس مصلحه و مفسده رو در نظر داشته باشی که از مسائل اصول فقه هست و این آقا نمیدونه، میاد بیچاره فقط از میخوام ما سرصدا با دعوا با مرافی میخواد حرفش به کرسی بنشونه، اما غافل از این که امروز حرف علمی هست، حرف سرصدا کردن و عصبانی شدن و از روی احساسات و دستپاچگی نیست. بله آقای عزیز، شما میگید که شما منکر جهادید، همه ما میشنویم، گوشه گوشه جهان امشب داشتن قشنگ نگاه میکردن، اینجا میشنیدن. آقای جناب شیخ میفرماد که ما منکر جهاد نیستیم، اما جهاد از خودش شرایطی دارد، شرایط با در نظر گرفته بشه، مثل مسئله و مفسده. شما آمدید آقا 60-70 نفر از روس‌ها کشته شد که خود کار شما هم نبود. اگر می بود چرا مثلا آقا اطلاعات آمریکا یک دو جلوتر یا دو جلوتر گفته بودن که آقا در منطقه شما انفجار صورت خواهد گرفت، پس دست داره در بین شما، یا اون کار اونا انجام دادن، اومدن 50 نفر 60 نفر کشتن، اما از اون طرف حدود هزاران نفر از مسلمانان اونجا در خود روسیه با چه مشکلات مواجه شدن، اکثرشون در زندان ها هستن، زیر شکنجه ها هستن، به خاطر کار مفسده شما که اون رو جهاد تلقی کرد. یک عالم اسلام گفت این کارتون اینجوری هست، اشتباه هست، نتیجه برعکس داره، نتیجه خطا داره. تو میگید آقا شما اصل جهاد منکرید، این را میرسوند که شما بیچاره جاهلید، بی سوادید و بدبختید. بازم من تسلیت عرض میکنم به خانواده‌هایی که بچه‌هایشون بر اساس فتوای این جهلا و این بدبخت‌های بی سواد جانشون رو از دست دادن و یا خواهند داد. پس جوانانی که شما به اصطلاح به فتوای اینها، به حرف‌های اینا میخواید جانتون رو از دست بدید، بیاید قبل از اون صحبت‌ها و فرمایشات علما رو توجه بکنید، اصل اسلام رو بدونید، اساس اسلام رو بدونید، فروعات را از اصول تشخیص بدید، راه مسئله و مفسده رو در نظر بگیرید و بعد حرکت بکنید. اینجا اگر باز هم علما میفرمایند که اگر چنانچه توان ندارید، اون توانتون به اصطلاح اون جنگتون حرام هست. میخواستم فقط این مطالبه رو بگم. بازم به موحدین تبریک میگم، الحمدلله پیروزی امشب رو و مشخص شدن حقایق بحث علمی حضرت شیخ و دیگر مشایخ گرامی رو. از همه شما عزیزانم تشکر میکنم و شما را به الله بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و بارک الله فیک. اگر اجازه باشد شیخ حنیف کمتر صحبت کنیم. الله استعانت. بفرمایید. سلام برادر اسما شیخ. جزاک الله خیرا. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زحوقا. الحمدلله که الله سبحانه و تعالی البته حق ظاهر بود برای موحدین، برای کسانی که اهل فهم هستند، اهل توحید هستند، الحمدلله اهل تحقیق هستند. حق معلوم بود، ظاهر بود و الله سبحانه و تعالی بازم یک سببی که ابو حنظله جوانمرد یک سببی کرد که بازم واضح تر الحمدلله برای کسانی که در این مسئله یعنی شبهه داشتن و با فتنه دچار شده بودن، الحمدلله که بازم اشکارتر و واضحتر شد. و البته ما از اولی بحث، از اولی صحبت تا آخر بودیم، الحمدلله در لایف ابو حنظله جوانمرد هم بودیم، گوش دادیم سخنوش و اینجا
البته پیش از صحبت چون ابو حنظله جوانمرد یک چیزی گفتن که یعنی یک نصیحت بیان کردن که یعنی یک طوری که یعنی دو طالب علم در یک مسئله اگر جر و بحث کنن باید که نصیحت به طرز خوب، به طرز به رفتار خوب، یعنی به تکفیر و به تحقیر و به دیگر نکنن. ما البته با ابو حنظله جوانمرد میگیم که اگر شما انسانی با عدل باشید، اگر شما واقعا عدل رو خوین اگر نظر بکنین، بسم الله با کانال شناخت چهره معروف راسخ داخل شوین. عدلی که بالای معروف راسخ کردیم، اولین کسی که با معروف راسخ صحبت کرد این من بدم، ابو اسماء من بدم که با معروف راسخ صحبت کردم. و عدلی که بالای معروف راسخ کردم، بسم الله داخل شوین نظر بکنید در کجا ما معروف راسخ در مد اول تحقیر کردیم در سخن مجملش. آیا ما مثل این جهلا سخن مجمل به تکفیر کردیم که سبقت اللسان را تکفیر کردیم؟ نه، البته ما سخن معروف راسخ رو سخن مجمل در اول گرفتیم. مسلمان ها گفت کفر به طاغوت ندارند، ولی چگونه با معروف راسخ رفتار کردیم؟ ما معروف راسخ رو باعث یک مسلمان، باعث یک دعوتگر گفته چیکار کردیم؟ از خود او سوال کردیم. شما انا عدل داخل چه نظر بکنین؟ این خیلی نمیشود به خاطر قوم شده این گونه نمیشود که ما را بی عدل بگیم، بگید شما عدل نکردید. و امروز واقعا عدلی که شیخ ابو محمد بالای شما کرد، الحمدلله که موحدین نگاه دارن، دیده ایستن که چگونه عدل کردن نسبت شما و شما صحبت کردین. ای خبثای جهلایی که میان از یعنی هم مسلکان معروف راسخ اینجا میان چی میکنن؟ بعد از اینجا حق قبول نکردن میرن در گروه های خودشون فتنه میکنن. چی میگن؟ ابو محمد صدای ما را میزند نمیخواد، ابو محمد حق نمیخواد، ابو محمد دیگر. انا بسم الله چی میگن؟ ابو حنظله جوانمرد به حیث یک بگیم پریستاویتلتون آوردین، بسم الله انا حق ظاهر شد. بعد از این چی میگن؟ این قدر عدلی که ابو حنظله یک کس صداش نزد تو از اولی بحث تا با آخر صحبت کرد و برآمد رفت. الله سبحانه و تعالی هدایت کند ابو حنظله رو. ما میگیم ابو حنظله واقعا جاهل بوده است. ما همین قدر توصیه میکنیم به ابو حنظله جوانمرد که من به حیث یک دعوتگر عادی هستم، یک دعوتگر به سوی لا اله الا الله، یک دعوتگر عادی و یک طلبه خواننده هستم. الحمدلله در طلب علم هستم، علم آموخته هستم. ولی همین قدر من از همین منهجی که از اولی صحبت معروف راسخ که از اولی همین سخن کفریه که از زبان معروف راسخ اومد، البته سخن مجمل، اولین شخصی که بود من بدم تا به همین روز در هر یک صحبت های طالب علم، در هر یک ردیه ها، بحث مناظره الحمدلله اشتراک دارم و از هر یک حجت دلیل با خبر هستم. همین قدر توصیه میکنم برای شما که شما رجوع بکنین به این مسئله، رجوع بکنین، چنگ بزنین به همون کانالی که ما برای شما گفتیم شناخت چهره معروف راسخ، به همون کانال داخل شده و بسم الله یک تا حجت ها رو نظر بکنیم که ما معروف راسخ رو در کدام اساس تکفیر کردیم. و یکی از بهتان های دیگری شما همین است تهمتی که شما زدید سر شیخ ابو محمد و سر شاگردان شیخ ابو محمد که گویا که ما معروف راسخ رو این سخنش کافتیم و شوریدیم از صحبت‌هاش و از درس‌هاش که یعنی همچون قصد گیریم از معروف راسخ. گویا که معروف راسخ در مسئله مسکو شیخ ابو محمد رو خطاش بیان کرده که باشد و ما هم باشیم که همین کارو کردیم. ما میگیم که سبحانك هذا بهتان عظیم، این یک بهتان، یک تهمت بزرگ است. این یک تهمت بزرگ است. از الله بی‌ترسین، رجوع کنین به الله سبحانه و تعالی به این تهمت و بهتانتان. بلکه سخن معروف راسخ رو اولین شدن ما مثل معروف راسخ مثل شاگردان معروف راسخ، مثل هم مسلکان معروف راسخ تکفیر نکردیم به سخن مجمل چگونه یک شیخ ابو محمد تکفیر کردن، بلکه ما در خود شخصی و 14 روز شده خود من صحبت کردم با معروف راسخ. صوت هست، صحبت ها هستن، داخل شین، نظر بکنین از اولی صحبت تا به آخر. ان شاء الله که اگر حق خواه باشین، اگر واقعا اگر که در حق خواهین که اگر در حق ثابت مونین، بسم الله داخل شین، نظر بکنین، ان شاء الله که آگاه میشین از حق و حق قبول میکنین اگر که واقعا حق خواه باشین. الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ای کسانی که شما ایمان آوردین از الله بترسین و همون قول سدید بگین، همون سخن سدید، همون سخن یعنی که همون سخن اگر چندی که سخت هم باشد برای دیگران، برای هم قومت هم باشد، برای هر کسی باشد نباشد، اگر پدرت است، مادرت است، هم قومت است، همین قول سدید بیان بکن اگر چندی که سخت باشد. ببینید الله سبحانه و تعالی تاکید میکند. برای همین ما
زمانی که شیخ ابو محمد در مسئله شما دو مناط کفر شیخ ابو محمد بودین تکفیر کردین، با دو مناط دلیل آوردن نتونستین، دلیل آوردن نتونستین، ثابت کردن نتونستین. دلیلایی که شیخ ابو محمد آوردن برای سخنان مجمل، بعضی سخنان مجملی که بود برای همونا دلیل آوردن، شما نتونستین که دلیل با یک فهم اقلا یک دلیل از یک علمای اهل سنت آوردن نتونستین که همین دلیل فهمش رد بزنین، فهمش غلطی که بیان بکنید. وظیفه شما اینجا چی بود؟ وظیفه شما اینجا این بود که سمعنا و اطعنا میگفتین، یا اینکه به حیث یک خواننده، به حیث یک، یعنی که در طلب علم هستین، چگونه که خودتون گفتین که در طلب علم هستین، علم آموخته هستین، به حیث یک یعنی محقق رفته تحقیق میکردین، این دلیل ها را رفته تحقیق میکردین، بلکه جهالت پیشه نمیکردین، بلکه کبر میپرتوفتین، تکبری نمیکردین. والله اعلم، شاید که احساسات هم باشه، چون شما به احساسات داده شدین. و خاطر که من در صحبت‌های شما قریب که 70-80% احساساتی میبینم، احساساتی جهاد و فتنه گفتید، جهاد و فتنه برمیگردین به همین مسئله، برمیگردین به همین مسئله جهاد و فتنه گفتید. در اون صورتی که شیخ ابو محمد به زبان حال بیان کردن نه این گونه نیست، ما جهاد منکر نیستیم، ما جهاد فتنه نمیگیم، هر کسی بگه مرتد است، کافر است، بلکه یک عملی که عمل از جانب مصلحه و مفسد ضرر آورد، ما همین بیان کردیم که علم فتنه شد. و از خود شما دلیل پرسان شد، نه تنها از شما، ما تا با امروز از همون روزی که شیخ ابو محمد در این مسئله تکفیر میکنن تا با امروز دلیل پرسانیم، هیچ یک دلیل آوردن نمیتواند که می سخن کفر باشد و تکفیر بکنند به همین سخن. و امروز هم از خود شما دلیل پرسان شدن، شما نتون دلیل آوردن نتونید برای مثلا از این عبارت که این مسئله مسائلی نیست که انسان در این مسئله تکفیر کرده شود. برای همون معروف راسخ هم در اول وقتی که ما بیان کردیم، معروف راسخ وقتی که رادیوها با معروف راسخ زدیم، خیلی معروف راسخ، یعنی وقتی که دلیل پرسان شدیم خیلی معروف راسخ یعنی پایان خنبیده بودن. بعد اینه که با این ابو مسلم زندیق و با این ابو سعید افغانی، ابو محمد سعید افغانی که همراه شدن، انا من جهلای احمق زگنتش کردن، داخل همون فتنه داخلش کردن، یعنی هواش دادن. چیش گفتن که شیخ هستی، تو عالم هستی، تو نخود را یک کس بخیزد، این خیل بگرد همین خیل با کفر مرتد شد، رفت یهود نصارا را مطلق مسلمان گفتن. از سبب چی؟ از سبب کبر، از سبب نفس پرستی. برای شما جوان هستید، شما خودتون چگونه که بیان کردین، البته معروف راسخ خودش میگه که من یک شیخ هستم، خودش یعنی عنوان میتید. زمانی که من با معروف راسخ ردیه زدم میگه که یک شاگرده که خورد یک طالب علم کلون ردیه زده است، یک شیخ کلون، یک شیخ فوس. حدیث است در این مسئله که من قال انا عالم فهو جاهل میگوید. قول حضرت عمر از عمر ابن خطاب هم روایت شده، هر کسی که خودش عالم میگه پس یک جاهل است میگوید. جاهل واقعا که معروف راسخ یک جاهل است. لیکن شما خود بیان کرده که من در طلب علم هستم، من علم آموخته هستم. پس وظیفه شما اینجا کبر نبود، تکبر نبود، با قول خودتون من بیان کرده هستم، منم قولی که خودتون گفته با قول خودتون جواب دادم. وظیفه شما رد نبود، بلکه وظیفه شما اینجا تحقیق بود. شما میرفتین باید تحقیق میکردین این مسئله را، شما دلیل باید نظر میکردین که دلیل می آوردین. این یک توصیه، یک نصیحت من همچون یک دعوتگری لا اله الا الله به سوی توحید، همچون یک خواننده ای که الحمدلله در طلب علم هستم، در جستجوی علم هستم، الحمدلله که از منهج اهل سنت در سخن مجمل، از منهج اهل سنت در سخن سبقت اللسان، در اصل دین الحمدلله آگاه هستم و استادمون الحمدلله تعلیم دهندمون در این مسائل اصل دین، سخن مجمل که چگونه که ما تعلیم گرفتیم از شیخ ابو محمد مدنی، از همون روزی که تا به امروز الحمدلله که تعلیم گرفتیم میفهمیم. برای ما در اول شده تحقیق میکنیم، تکفیر نمیکنیم با سخن مجمل سبقت اللسان که لغزشی یک طالب علم، یک علما. باقی گفتنی هستم که از برادران اهل توحیدی که اینجا بده، الحمدلله که الله سبحانه و تعالی را شکر میگیم، حمد میگیم، الحمدلله میگیم که حق بازم ظاهرتر شد، روشن‌تر شد. البته حق ظاهر بود، ولی برای کسانی که البته من یک نفر دیگر دیدم که شیخ ابو محمد در گروه داشت، در گروهش تکفیر میکرد، با این مسئله گوش داده است. الحمدلله بازم ابو حنظله الله سبحانه و تعالی سبب کرد که از حق آگاه شدن، مردم توبه کردند. و ما میگیم کسانی که شما در همین مسئله
با فتنه رفته بینین، با گمراهی و یعنی که از سبب جهالتون تکفیر کردین، از سبب احساس به احساساتی شدین، به احساسات داده شدین. پس بسم الله انا گوش باندازه، گشته و برگشته و دلیل نظر بکنه، حق قبول کنین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بله شيخ حنيف بفرمد شيخ الله يستر. نه اهلا وسهلا شیخ ابو حلیمه، بفرمایید ان شاء الله. من فقط اینجا دیدم که کنیسه روباری دارم. چی میگن خلید؟ الله المستعان. بارك الله السلام فيك عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. یک دقیقه برادر، یک دقیقه ان شاء الله. اولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى در اینجا میفرماید که کسانی که ایمان آوردید، البته این آیت به کسانی که به الله و به روز آخرت ایمان دارند به همونها تعلق دارد. کسانی که خودخواه هستند، کسانی که نفس پرست و قوم پرست و جماعت پرست هستند، این آیت برای اونها نیست. این آیت برای مؤمنین است، برای مؤمنینی که به الله و به روز آخرت، به رسولش و به روز آخرت ایمان دارند. الله سبحانه و تعالی در همینجا فرمود که شما ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، به الله و رسولش اطاعت کنید و به همون پیشواهایی که دارید، از خلفا هست، عمرا هست، علما هست، از بین خودتون، یعنی از مسلمان ها، اگر رفت و به همون خلفا و عمرا و علما یگان نزاع، یگان نافهمایی شد، پس در اینجا مسئله رو به الله و رسولش بازگردانید. این برای شما بهترین تعویل است. اگر شما به الله و به روز آخرت ایمان داشته باشید، اگر شما به الله و به روز آخرت ایمان داشته باشید. الله سبحانه و تعالی در این آیت شرط گذاشت که هر کسی که به الله و به روز آخرت ایمان داشته باشد، در دیگر آیت فرمود که و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، که در زیر همین آیت در تفسیر ابن کثیر نظر کنید، همین آیت رو هم از سوره شعراء آوردگی است. شعراء که شورا آیتی والله اعلم دهم یا که 11 باشد، شاید اشتباه نکنم. اگر شما یک مسئله رو اگر اختلاف کردید، حکمش به الله، فحکمه الی الله است، به سوی الله است و یگان کس حق ندارد که یک مسئله که در شریعت الله سبحانه و تعالی چی از جانب یک شخص و چی از جانب یک جماعت خطاگی و کمبودی هست، یگان نفر حق ندارد که آمده بگوید که من جماعت هستم، تو شخص هستی، تو حق نداری که به من سخن بکنی. پس اگر کسی که این دعوا رو کند، به حدیث جواب بگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدین النصیحه، دین نصیحت است. لمن؟ برای کی؟ لله ولکتابه ولرسوله ولائمه المسلمین و عامتهم. این دین برای الله، برای کتابش، برای رسولش و به پیشواها و به عامه مردم. از این می براید که این ابو حنظله جوانمرد میگوید که
به سوی شیخ که میگه شما حق ندارید گپ زنید. میگه مایلش شیخ است، دیگر علما هست، کسی باشد نباشد، کی به شما از قرآن و سنت رخصت داد که گپ نزن که صدها علمایی هست که نصیحت به عمرا و مجاهدین میکنند و چندین علماهایی هست که از جانب حکومت ها به خاطر حق گفتن، به مثل ابو حنیفه، به مثل احمد ابن حنبل، حکومت معتزلی بود، معتزله ها بود، تکفیر کرد احمد ابن حنبل، به چی حالت گرفتارش کردن. اگر شما جماعت گید ما برای شما با چندین حکومت میبیاریم، دولت میبیاریم. یعنی من به این چی گفتنی هستم که نصیحت برای همه هست، برای چی جماعت هست، برای چی عالم و طالب علم و مردم عامه. این دین الله هست. برای همون کسی که متعصب است، مقلد است، یک قوم پرست است، شاید جماعت پرست است، از این گونه انسان ها، این گونه سخن ها برآمدنش ممکن است که فقط سخن من سخن است و سخن تو سخن نیست، در حالی که نه یک دلیل است، نه یک حجت است، نه یک قرآن است، سنت است، نه یک قول علما. وای بر حال همون جهلایی که یک طالب علم به تمام منهج بیان بکند مسئله رو، اومده بگوید که نه من گپی من همین است و تمام. در لهجه ما این سخن میگویند که دو پا رو در یک موزه انداختن، در حالی که یگان دلیل و حجت نیست. این اولین سخنهای من بود. البته سخن زیاد است، مشایخ در اینجا گفتن بسیار سخنها رو. بعدا برادران عزیزم در همین جا بعضی سخنها رو من شنیدم، شاید من خطا شنیدم، لیکن وقتی زمان شیخ صحبت میکنن میگوید که میگد این منهج یک سوگذار میگد. اعوذ بالله من ذلك. لكل نبي جعلنا شریعت و منهج بود عالم شرعت و منهج. به تمام پیامبران شریعت و منهج، تمام پیامبران به شریعت و منهج آمده هستند. الانبیاء اخوة و دینهم واحد. و یعنی انبیاها همش برادر بودن، دین اونها در مسئله یکتاپرستی، در مسئله توحید یک بود، اما در شریعت هاشون مختلف بودن. بله در شریعت هاشون بعضش از بعضش فرق میکنه، لیکن منهج چی لازم؟ این منهج یک سو گذار گفتن، این کلمه خودش کفر است. یعنی اعوذ بالله. من شخصا من سخن از نظر قرآن و سنت منهج یک سو گذار گفتن این کفر است، کافر می شود انسان. زیرا یک زمان از یک خوارج برادرها پیوست کرده بودن خیلی در تکفیر اونها به درجه گویم که رکورد گرفتگی هستن. من از اون بیچاره مسکین پرسیدم که مصدر شریعت ما چی است؟ میگم نمیدونم. خیلی سرچشمه شریعت ما چی است؟ میگم نمیدونم. توجیکی گپ میزنه، توجیکی رو نمیفهمم، لیکن در میگه من فلان ابن تیمیه و فلان علماها رو من چندین کفرهاش میدونم. اگر روزی این امت روزش به انمی گونه جهلا بماند، هلاکت امت از همینجا سرشدگی هلاکت امت از همینجا است. برای چی؟
برای چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند در حدیث؟ گفتند که اونها علما ان الله یقبض العلم انتزاعا، الله سبحانه و تعالی علم قبض میکند، یعنی آهسته آهسته، یک بار قبض نمیکند. و انما یقبض العلم بقبض العلماء، الله سبحانه و تعالی علم رو قبض میکند با چی؟ با قبض کردن علما. بعد مردم چیکار میکنن؟ انمین گونه جهالا رو برای خود رؤسا قرار میدهند. فافتى بغیر علم، بدون علم ندارد، منهج نمیفهمد، منهج چی لازم است میگه. اعوذ بالله. بدون علم فتوا میدهد، از پیش خودش کسی را خواهد تکفیر میکند، کسی را خواهد تفسیق میکند، کسی را خواهد متهم میکند بدون یگون دلیل. فضلوا و اضلوا، یعنی خودش هم مردم رو هم یا مردم رو هم خودش هم گمراه میکنه. برای همون است که شما همیشه هر یک چیز وقتی که گوش میکنید دلیلش نظر کنید. الحمدلله که امروز یک روزی بود که حق بازم حق آشکار و واضح بود برای ما، لیکن در اینجا بعض انسان هایی که شاید همون علم دلشون گرفته گشته بودند و نمیتوانستند به کدام راهی برایند، لیکن یک امکان برای اونها پیدا شد. الله سبحانه و تعالی هدایتشون کند. خیلی هم در کانال هاش مقصد تهمت های رو زد که در مسئله معروف راسخ یک سخنهایی رو گفت، اما استاد گفته، لیکن در باره شیخ خیلی هم صحبت، خیلی هم براعت کردم و فلان این و اون. برای همون ما چی گفتنی هستیم در اینجا؟ همین گفتنی هستیم که هر یک سخنی که از کسی می براید از همین جهمی های زنادقه، شما نظر کنید به حجتش. حجت ندارند همینها، نه منهج و نه حجت. و من یک نقطه دیگری رو که البته که بنده از سالهای 2010 این چیزها رو من مشاهده میکردم، لیکن واقعیتش من آیسته میگونه خودم بازم شاهدی حال شده ایستادم. و این یگان ملت پرستی نیست، یگان ملت گرایی نیست. برادران اهل توحید، همین گفتنی هستم که قسم به الله همین سخنها رو ما میشنیدیم، لیکن واقعیت و تصدیق همون سخنهای شنیدگی رو انا دیدیم که اینم چی بود. همین است که ما از همین دعوتگرانی که از افغانستان هستن همین دیدیم که مردم تاجیک، یعنی موحدین تاجیک، هیچ کس حساب میکنه. یعنی همش من البته گفتنی نیستم، لیکن ما انمین هاش دیدیم و مثل همین معروف راسخ جهمی و هم مسلکونش. و این تصدیق این سخنهاشون در همون ردیه ها و در همون سخنهای خودش بود. چقدر سخنهای تکفیر بالعموم فرزندای گرباچوف و فلان گفتن بدون یگان دلیل. و خود همین جوان مردم یک سخن بنهایت غلط گفت، بنهایت وزنی نگفت در حق تمام موحدین که شما گفت شیخ خود به خود راب گرفتید. گفت قسم به الله جیگرکم سوخت در همین سخنش که او شیخ ما رو به اتباع و به توحید دعوت میکند. اگر کسی از این موحدین شیخ به خودش راب گیرد، اولین هست شیخ تکفیرش میکند. لیکن شیخ حقیقی کی است و جاهل احمق حقیقی کی است؟ در همین صحنه که یک چند دقیقه پیش گذشت
آواز من هست. سبحان الله این چی شد؟ بالاخره آواز من میره و آوازم. بله بله شیخ. بارک الله فیک. بالاخره سبحان الله خیلی هم تهمت هایی الله المستعان. میچسبد اخی جان آوازتون. بارک الله فیک. در من اینجا کمی ضعیفی کرده است اینترنت والله العالم. بالاخره سخن بیت اینه که با آخر میرسونیم که همین قدر تهمت و همین قدر در شأن موحدین تکفیر بالعموم میکنن، به این یگان جواب نباید بیتین. اونها خاموش میستودند، باز آمده از ما طلب میکردن بدون یگان دلیل از کفرت توبه کن. اعوذ بالله. از شیخ یعنی شیخ بین با واسطه شیخ تمام موحدین تکفیر کردن. اینو شما هم از استاد خود به مثل یهود احبار و رهبان گرفته. اینها به این سخنهایشون البته که امروز توبه نمیکنن از این سخنهای خود، البته روز قیامت هست. روز قیامت به کجا میرود؟ نه معروف راسخ، نه اون جماعتش، نه این کسانی که در گرد ما شاگردای زیاد داریم میگن فخر میکنن. شما جهلا هستید، شاگردای شما هم جاهل است. البته این تحقیر نیست، واقعا همین واقعیت همین است. یک سخنای در همین جره خودش چندین سخنی کفر گفت. اعوذ بالله. کسی منهج میگه، منهج چی لازم است؟ میگه پس برای او منهج او کی است؟ معروف راسخ است، جماعتش هست، نفسش هست، کی است؟ عقلش هست. اعوذ بالله. الله المستعان. الله المستعان. بالاخره حق بازم ظاهر شد. کسانی که حق خواه بودن حق بازم خوبتر فهمیدن و در اینجا فقط چهره بعض انسان ها آشکار شد که حقیقت جهالت و حقیقت قوم پرستی در بعض انسان ها الحمدلله که بازم ظاهر شده است. و خوب ما درک کردیم که بله مسلمان و موحدین تاجیکستان اینها کسی نمیشمردند. ما از نظری تاریخ دیدیم که چقدر مسلمان های تاجیک اینها استفاده بردند و استفاده برده ایستادند و میخواهند بازم استفاده برند. و البته که تا زمانی که طالب علمی حقیقی وجود دارد، البته که این نوبکارها، این جهمی های زنادقه این کار را کردن نمیتوان. اینو فراموش نکنید اهل توحید. البته این قوم پرستی نیست. من نمیگویم که برادران افغان، موحدین افغان، یعنی افغان زبان نداریم، نه، زیاد هستند الحمدلله. ما هر یکی برادرانی که از افغانستان و ایران هستند موحدین رو شیخ بخشش مقصدتون یعنی که استفاده بردن چیه مقصدتون؟ با بالای سر خود میگیریم هر یک موحدین از کجایی نباشه. لیکن انسانی که بله استفاده بردن چی است؟ استفاده بردن منهج فهم، بعدا میفهمی چی است. منهج یک مرتبه آموز، سیاست شرعی را آموز، بعدا میفهمی چی است. باز من با دو کلمه گپ به تو گویم تو نفهمی، تو به امروز نفهمیده باشی، چگونه میفهمی؟ چگونه بفهمونم به تو؟
اومده به یک طالب علمی که منهج شب و روز بیان میکند میگه تو خب کن، میگه تو. ابوالغریب جهمی خبیث دیگریش میگه شما میگه نه برایت گپ نزنی. اینا کوکلچه دستی راسخ شده است و این چیزا رو ما به هر یک جاهل احمق گفتن حجت ندارد. هر یک کسی که موحده که کمی از سیاست خبر دارد این چیزا رو میفهمد، کمی از عقیده و منهجی این خوبسا خبر دارد، میفهمد که اینها چی مکر و حیله و چی مکرها رو با بالای اهل توحید آورده ایستادند. ماند من کنی چی میگوید؟ بله میکروفونش رو باز کنید. چی میگوید؟ بله بله گوش میکنم کنی بفرما. ای بچه یا مون گپ زنیم یا که برو دست کنیم اون همین گروه گوش کنیم نه مون گپ زنیم. شیخ مشایخ بخشش این قابل گره دف شو ورجه برامده دف میشمی دف بشو بخیر مون شیخ یک جوهله که هست کو مایلش مون نمیدوند به این ماند یعنی ما با خوبتر شناسیم که این کی است چی است. هیچ گپ نیست. کفی اکن ماند با پوره براید چیزی که برآمد براید اکن. بیا بفرما میکروفونشو باز کنید برادر. ای بچه گوش که اولش ابو عبدالرحمن تو گفتستی که یه جاهله که تو منم میشناسی من کیم؟ من کیم؟ من نکنیجه گپ زن چی مقصد داری؟ بله بفرما. تو هیچ کس هم نیستی، من هم هیچ کس نیستم، اینجا هیچ کس نیست. وای من نکن بیا گپ زن چی میگی؟ من مقصد من وهم نیست، مقصد من یعنی که آدم گفته که تو این جاهله که گفته و خیر راست گفته اصلا جاهلی دمیجه تمام گپ مرد دیگر گپ نیست. از این میبرد که اینجا اومده قتیمه و منتو کرده ایستاده، اینجا منتو رو رفته در خونت میکنی میخوری. اینجا درباره شریعت و درباره منهج و درباره دین درباره نه شما ایجا باید شما را گوش کنن. شما را گوش کنن نه. انا این تهمت برای ماست. انا این تهمت. همین انسان همین جاهل احمق یک چند وقت پیش اومد شیخ بدون یگان دلیل تکفیر کرد. من نفهمیدم گفت. نفهمیدم گفت. یگان دلیل نیست. نمیدوند درباره 7 قبض آسمان 7 قبض زمین خبر ندارد تکفیر کرده است. اینجا اومده میگه اعوذ بالله شما باید گپ بزنید. بله اجازت داده ایستادیم. جاهل میگن چیکار کنیم؟ علم و مذاکره از عقب ما گشته چیکار میکنیم؟ ما گپ میزنیم. بله در دین الله سبحانه و تعالی گپ نزنیم. و مثل شما غلام شده گشتن گیریم به هر کس آخر چیکار کنیم؟ انمین غلاما که عادت کرده هستن خوجه هاشون گپ زنی خوجه های جهمی هاشون دیوانه میشون. من عاقبتی استفاده بری و عاقبتی غلامی جهلا. البته که اهل توحید اهل فهم در بین توجیکو خیلی هم زیاد است. فهمیده ایستادند به عزت برآمده ایستادند به علم و منهج. همین جاهلایی که اومده الله المستعان. شیخ ابو حلیمه الله استون شیخ عزیز اگر همین خواهش مرا اگر رد نکنین شیخ عزیز یک بار دیگر همین اجازت بتینین و
همین اخیران بارو مقصدش چی میخواد، چی گفتنی است، همین یک بار دیگر و بسیاری برادرها خواهش کردن همین چی میخواد مقصدش بیان بکنه تمام. اگر از همین مقصدش بیرون برومد جاهل مفته این برادرم گفته همین نبود که مسئله زمین عثمان اومده گپ زد، همین نبود شیخ ابو عبدالرحمن الله اسلام بله همین بود که همین همین بود. همین آخر وقتتون به همین چی صرف میکنی؟ یک جاهل حاضر همین لا اله الا الله پرسید میداند یا نمیداند؟ این خودش چی گفته است؟ این مست پس نیست؟ این سالم العقل است؟ بیاید گویا تا آخر میرود قتیمو همراه ما صحبت میکنه یک کفرهایی که همون ابو حنظله جوانمرد گفت ویها با تکفیر میکند مردونه بردارید تا آخر میرد. اینها یاد گرفته است بر علیه موحدین مشایخ موحدین میبراید زبان دروزی هر چی خواست میگوید تا آخر میروی تکفیرش میکنی. انمون به ادابه که در حق موحدین کرده شده در حقش میکنی رفته بردارید چی میگه منش بردارید که گپ زنه چی تا آخر میره لیکن تا آخر دفاع میکنه چخل که او گریخت نمیگریخت گریخت ابو حنظله جوانمرد گریخت دلیل ندارد. اعوذ بالله صحبت بکید شیخ محمد. بارک الله فیک. اولا من یادم ادلیت کردم. به خاطر چی ادلیت کردم؟ به خاطر که این انسان خیلی هم از خری خونش هم جاهل است و نمیخواهد که از جهالت خودش براید و اومده است میگه چی خیل این و وای من این اون گفته برای همون این خیلی جاهل و قطعی ما صحبت نمیکنیم. بس است اینها دعوتگرانشون به مثل ابو حنظله و به مثل معروف راسخ که یک جاهل احمق هستند. یگان دلیل معروف راسخ تا به امروز البته اون کتاب ولی با آخر نرسیده است به سبب بعض مریضی ها ما نتونستیم دوام تیم لیکن انشاءالله باز شاید از فردا یا از همین شب با دوامش دوام میتیم. منهج سلف انمی گونه بیان شده رفتن میگیرد در تاریخ اینها توبه نکرده گذران انمی گونه جهمی میمونند تا به امروز برای مسلمان لغوی به تمام سلف گفت میگه به تمام سلف تهمت کرد تا به امروز یک دلیل نه آورد مگر اومده نسبت خای ما رو کو اینها گفتی گپا که در نزد اینها ما هیچ کسی هم نیستیم در اینها هیچ کس هم نیستن در نزد ما لیکن با عقیده اینها ما هیچ کسی نیستیم در نزد اینها اما بله شیخ اما تمام سلف بخشش شیخ عزیز همینه با خیر رسونم با تمام سلف حرمت و احترام اینها به سلف نبودنش در همین جا است که در به سلف که حرمت و احترام ندارن چگونه با دیگر موحدین و با دیگر طالب علم احترام داشته باشند. با تمام سلف تهمت میکند یعنی همون چی میگه در بالای بینیش خیلی که منافق در بالای بینیش یک پشه بر این میشند یک گناه کند برای همون پروای هم ندارد. با تمام سلف تهمت یگان نفر برآمده نمیگوید که ای انسان تو تمام سلف گفتی آخه همه سلف این گپ میگوید میگه یک مرتبه یک شاگرد خالص مخلصی به الله سبحانه و تعالی دارد اون که از این طلب کرده باشد نه لیکن از شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله یک سبقت اللسان می شود یک کمبودی یک در لفظ یگون چیز خطا می شود البته همین شاگرداش اول میگن که شیخ شما در اینجا خطا کردید انا این رو موحدین اهل سنت و الجماعه میگن که یک دیگری رو اصلاح میکنن اونها گجای اونها یک دیگری رو به خود راب گرفتن فقط دارن به موحدین میجنگن دارن به موحدین زوری خود اومده تو باید از زمین توبه میکنی گفته فقط همین یگان گپای اگر خیلی گم ابو حنظله فقط دعوای خودشه و دعوای کیم کدام همون جهمی های اطرافیان معروف راسخ کرده است تمام
شیخ حفظك الله بخشش زیاد شیخ بفرمایید شیخ. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، بار دیگر اهلا و سهلا و حیاکم الله بیاکم. بالاخره عاقبت هر یک فتنه انا همچنین تفریقه است و فتنه از سبب جهل به وجود میاد و جهل هم جهل مرکب است یا که جهل عادی یا جهل جزئی. بالاخره اگرچه بعضی انسان ها در بعض مسائل شاید علم دارد، اما در همین مسائل اصولی ما جهل رو دیده ایستادیم و خصوص از معروف راسخ و از دوستانش. من بخوام یک چیزی عجیب رو خاطر رسان کنم شما رو برادر عزیزم که همین روز به نام ابو محمد سعید افغانی به نام عمیر آمد اینجا. میگوید که چگونه که ما به مبشر مسلمیار ملاعنه کردیم به تو هم ملاعنه میکنیم. برادر عزیزم، من در روی دنیا متهم رو دیده بودم، لیکن تا این درجه متهمی دروغوی کذاب ندیده بودم. شما میدانید که بحث و مناظره همراه کی شد؟ مبشر مسلمیار همراه کی مناظره کرد؟ همراه من کرد. کی به او رد زد؟ من رد زد. کی به مناظره اونها رفت؟ من رفتم. کی به ملاعنه دعوت کرد؟ من همراه ابو عمر. بعد از این که ما یک کنکورس از 8 روز عبارت بود، 8 روز 10 روز کنکورس کردیم، دلیل های من رو آشکار کردیم، در آخر ملاعنه را همه کسا من همراه ابو عمر و عمران نورستانی ما 3 نفر بودیم. عمران نورستانی ترتیب و مجری و تنظیم و ترتیبات نگاه کردن، من دلیل های آوردم، ابو عمر صلاح الدین حفظه الله در همونجا نگاه بین ایستادن و در آخر ابو عمر صلاح الدین ملاعنه کردن. بعد از درس و مناظره ما ابو محمد سعید افغانی میگه که ما ملاعنه کردیم. من بیهوده نگفتم که ابو محمد سعید افغانی خودش خیلی یک اولیا میگیرد. اینها خودشون اولیا میگیرند. شما فکر میکنید که اینها خودشون کدام آدم عادی میگیرند؟ نه، اینها آدم عادی نیستند. اینا فکر میکنند که اولیای ملت فارس در این منطقه خراسان و ماوراءالنهر یک 2-3 اولیا است. یکیش انا همین ابو محمد سعید افغانی خودش اولیا میگیرد. ثانیا ابو محمد سعید افغانی خودش را همچون در اجرای امیر المؤمنین میبیند. معاملهش به دیگر برادرها، کبرش، گویا که این امیر المؤمنین است و دیگرها به این بیعت داده و واجب الاتباع باشد. این فکر میکند که یعنی همچنین معامله میکند به دیگر موحدین که من واجب الاتباع هستم، چرا به من اتباع نمیکنید؟ من امیر المؤمنین هستم، چرا به بیعت خیانت کردید؟ چرا مرا اطاعت نمیکنید؟ گویا به مصیبت میکند. حالت اصلی واقعه ابو محمد سعید افغانی از خری همسایش گمراهتر است. یک جاهلی که شکل انسانی، عقل از عقل خرم بدتر پستر و پایانتر است، کذابتر است. کذابیش مثل رافضه است. اگر گوید که نه برادر غلو کردی، گوید بیارید مناظر یک سخن شمون، میگد که قسم به الله من یگان وقتی نه نگفتم و نگفتم، لیکن گفتگی است. ابو محمد سعید افغانی کذابیش مثل رافضه، همون طریقه و منهج رافضه که دروغگویی میکند. کبرش از رافضه هم بدتر است. کبرش به مانند کبری صوفی های قبوری ها، سردارهای صوفی قبوری میشد که به مانند همین است. خودش را همچون امیر المؤمنین خراسان کبیر فکر میکند. اما اصلی واقعه
یک گمراه، یک جاهل، یک زندیق، یک مشرکی خرابکار بیش نیست. خیلی مشرک است. مشرکیش همین است که مسلمان گفتن کفار را که معرف راسخ گفت طرفداری کرد. مشرکیش همین است که ابوالغربا آمد و گفت که سلف صالح کفار را مسلمان میگفتند مطلق. اینا در گروهش منتشر کرد و انا همین حق گفت. کتاب شرکی ابوالغریب برآورد، در گروهش رکلام کرد، در همون صفحاش موند. همه کفار مشرکین استاد صادقین. ابوالغریب که یک مشرک دیگر است اونو هم منتشر کرد. این از یک چند مناط کافر است و این مرتد زن طلاق است. ابو محمد سعید افغانی زن اگر داشته باشد به زن ابو محمد سعید افغانی رسانید که ای زن تو موحده باشی، این شوهرت کافر است، مشرک است، این مرتد است، به این زندگی کردن حرام است. زندگی شما عاقبتش اگر همین خیرات زنا است. جزای ابو محمد سعید افغانی استتوبه است. توبه 3 روز مهلت میتید توبه کنه، محکم میکنه. زیرا که فتنه را این خبیث کیها شروع کرده بود. من باوری دارم که انمی خبیث این فتان والله عالم کی است، لیکن فتنه ایره من 1 سال پیش میگم که نقشش بود. اگر برادرها بعضی برادرها ندانید بیاید من به شما مختصرم بگویم. برادرهای اهل ایما، برادرایی که در ایما درس داریم، ایده از شما با خبرید. آیا همین در ایما گروه را جدا کرده درس خاص باید معروف راسخ ظاهر داعی باید یک گروه خاص درس تیندو درس ما حضور نیافته باید درسی افغان ها جدا شود کرده بود یا نکرده بود؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بدم شیخ عزیز، منم اونجا قطشون بدم و علیکم السلام. در همون کانال شما ادمین هم داشتم و من اونجا ادمین هم داشتم که بعدا وقتی گفتن که معروف راسخ حتی وارث منیب هم همین خبیثی همین ابو محمد سعید افغانی همین وارث منیب استاد میگفتم اونجا زندیقه. بله من بر اومدم نصیحت کردم، غضب کرد لیکن گپ به یک عذاب قبول کرد. بعد از این غضب کرد لیکن کمی قبول کرد. بله حق باید بگیم. بعد از این وقتی که من زبیر محقق و وارث منیب سخنش رو شرکیات و کفریاتش رو در همین تلگرام جواب گفتم، آیا همین بود اومده به ما ضدیت کرد یا نبود؟ مسئله محقق بود. کی بود این زبیر محقق؟ برادر شما بودین؟ بله حقم بود. بله همین بود. همین بود. در اون مثلا به ما ضدیت کرد. ما گفتیم که عبدالظاهر داعی مسئلهش در مسئله العذر بالجهل عذر المشرک منهجی نیست، بیان نکرد، معرف راسخ بیان نکرد. برای همین گفتم خیلی نکن، تو موحد نباید این کار کنی. اونها را چرا میخواهی که تو در بین تاجیکا مخصوص این علمایی که عقیدهشون معلوم نیست باید گروه داشته باشند و باید همین کسانی که ما رو گوش میکنن حتما وایها رو گوش کنند؟ مگر قومگرایی نیست؟ من در همون وقتش گفته بودم که از کدام خاطر این کار کرده شده. تو اگر مقصدت منهج باشد که از نظر منهج این کار درست نیست، یکم بر من حتی در یاد داشته باشد سخن احمد ابن حنبل و قصه ابو داوود را آوردم. این بعد از شنیدم بله بله گفت. بعد از این زبیر محقق به یک عذاب قبول کرد. این گفت که زبیر محقق این خیلی نگوین، این برادر ما از سلفی است. و من گفتم این عیناً عقیدش وارث منیب است، شما را فریب داده. وارث منیب زبیر محقق میگوید که یهود و نصارا به جهل عذر نیست، یهود و نصارا تکفیر نکنید عذر المشرک میشوید، اما جاهل باشد کافر نیست. اما مشرکای قبوری که خود را به اسلام نسبت میدهند در اینها جهل عذر است، تعویل عذر است، خطا عذر است. هر کسی که اینها را تکفیر نکند عذر المشرک گفته نمیشود. در مسئله مشرک منتسب عذر المشرک را تکفیر کردن خوارج گفت. ما سخناش موندیم رد زدیم. اولین کسی که به همین سخن ما راضی نشد کی بود؟ مرحمت ابو محمد سعید افغانی. در مسئله عذری بودن اینها رد زدیم. عقیدش به صدای خودش آمد خیلی زد و خورد کرد، لیکن در آخر بوتان داد. اما در قلبش انا همچنین مشکلی ها به وجود آمد. و انا همین انسان اولین انسانی هست که در مسئله حادثه مسکو
از سخنهای ما فتنه را شروع کرد. از روز اول معروف راسخ هم دیوانه کرده نمین است، دیگر و دیگرها را هم دیوانه کرده ایستادگی نمین است. یک انسان جاهل دیگرها را کنترل، یک انسان جاهل همه را کنترل میکند. الله المستعان. مگر همین درست است از نظر شریعت که یک انسانی که جاهل است به تحقیر، به تهوین همه را همچنین صحبت بکنه؟ از همین جد ما میگیم که برادر عزیزم مثل همچنین همین ها نباشه. امروز برادر عزیزم بسیار آدم ها، شما میدونید ابو محمد سعید افغانی رو یک چیز طلب میکنه. من به تمام آداب طلب کردم، مرا توهین تحقیر. من شیخ برادر محققی از ایران برادرمون رو که آداب و اخلاق ایشون رو همه شما شاهدید. من گفتم شیخ عزیز شما میانه را باشید بین ما. من سوالم مشخص است، خواهش میکنم اگر سخنی من بد باشد خواهش میکنم شیخ شما سخنی مرا پیشنهاد کنید. شیخ محقق از ایران برادر عزیز ما به تمام آداب و اخلاق طلب کردند. از کی؟ از ابو محمد سعید افغانی. ابو محمد سعید افغانی برادر رو هم مسخره دارد میکرد، علامه گویا میخندد. مگر همین احمقی، مجنونی، روانی یا که بی ادبی نیست؟ البته که بی ادبی است. برای من برادر عزیزم این نقطه که حق نیست. یک سوالی من به جواب نداد، فرار کرد یا نکرد؟ بله فرار کرد. صحبت بکنید، کسی به من اومده حالا ببینمش، صحبت بکنید با در تماس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای ابو سعید افغانی 2 دقیقه ای 3-4 سال شد میخواد 2 دقیقه گفته پرسیده گشت است، نه که یک 6 ماه زورا کردن گذشته است. بله ما هم شاهد بودیم. شیخ چیکار شما گفتید این خبیث با جایی کم کم این خیلی تکفیر چی میکرد. یک وقتی پیش بود که در ایما این مسئله، حتی این مسئله که حاضر فاجعه که صحبت میکنن این هم نشیده بود. وقتی که با بعضی بچه‌ها مثلا کشاکش شده بود این همونجا تکفیر میکردن شما را، دیگر برادران ما را مثلا که بجا میکنن لیکن میکنن. من در اومدم همونجا این ابو سعید افغانی است چی است 2 دقیقه همین انسان در همونجا ایستاده و اینها تکفیر دارن، ما را تکفیر کرده ایستاده است. کذاب هم 6 تا خیلی یکی بالا شدم شیخ حنیف گفته که شیطانی اثر کرد دبر همون 6 تا گپا ما نصد داده ایران قچی بله گفته است. بعد من گفتم که از من میترسی که گپ تو داد، من تکفیر نکردم، من این خیل کردم. گفته یک دفعه با بعد فوجیه شدگی رفتم اونجا بود، اونجا که خیلی شیخ خطا کرده است ما تکفیر نمیکنیم. گفت یعنی این بجای آدما را جمع کرده، سایت جای این بود، یعنی گروپ اینها بود، خود همین راهبر بود اونجا 6 تا 2 دقیقه گفته چند بار توتی واره تکرار کرده 6 تا اونجا در اونجا خوارجا اومده تکفیر میکرد اونجا 6 تا خنیده می ایستاد. ایرا الله سبحانه و تعالی یک جزاش داد که با نفاق و بر خوارجی و بر جهمیگی رفت. برای چه؟ برای که نسبت برادرای موحد به اعتباری بود، موالات نداشت. در همون زمان پیش از وقتی که همون 2 دقیقه میگفت میگشت همین خیلی موالات نداشت. بعدی که اساسا که رفت دیگر طرف جهمی ها را گرفت، طرف خوارج ها را گرفت. این نمیدونم میگن هدف دارد یا که اگون بالاش کسی راهبری میند. انسان علم کو ندارد، معلوم است، آداب هم ندارد، دروغ کذاب است. با سایتی که مرا مینویسه در خصوصی مینویس پیشتر با همون سایت 6 تا گوش کیسه است میگم من جای شما نمیدونم گوش نمیکنم. ای خبیث هر روز قریب همین جایی ای اهل بیت خود رو 20 تا میبینیم اینجا اومده اینم تا زنکی من یا برنم تا نمیدونم این میکنی وای میکنی همین 6 تا بود. دروغ میگم من از چه خبردار نیستم، این نیستم وای نیستم گفته، لیکن در حقیقت یک زندیق خبیث است. حقیقت رو هیچگاه قبول نمیکرد، فقط تقیه میکرد میگشت. و بعد اینکه یک چند سر شیخ شما گفتید ابو حنظله جوانمرد، من نامش درست نگویم، یعنی که همون انسان در تو قدرجه کم فهم و کم علم است که شما حالت بیان کردید و نفهمیده است. شما گفتید که مسئله ای که حضرت علی رضی الله عنه و معاویه
یعنی همونجا کسایی که حضرت عثمان کشتن، حضرت عثمان مگر مسلمان ها کشتن؟ جاهل میگه که شما فتنه مابین مسلمان. نه، گپ دلیل چی است؟ محل شاهد چی است؟ محل شاهد است که حضرت عثمان منافقین زندقین کشتن. از همین چوز حضرت معاویه قتال آنها، کسی که قتل کرده بودن، خواست که قصاص بگیرد که شما قصاص میگه، قصاص باید بگیرد. خواست حضرت علی مسئله و مفسده را نظر کرده، حتی مابین مسلمان ها جنگ شده، لیکن به سببی که مسلمان ها را خلیفت چونی که امیرشو معین شدگی نبود، حضرت علی چکو کرد؟ صبر کنه، گفت زیرا او کم نیستن. مسئله و مفسده را حضرت علی رضی الله عنه نگاه کرده، نگذاشت که یک باره، زیرا اونها کم نبودن. یک جاهل به سواد کم عقل میگه این مابین دو مسلمان بود. مگر حضرت عثمان رضی الله عنه مسلمان کشت؟ حضرت علی رضی الله عنه پس با گفته تو دفاع از او کفار و از او خوارجا و از اون ملحدین که زندقینی که حضرت عثمان رضی الله عنه کشتن از وقت، مگر با گفته تو مگر حضرت علی از او دفاع کرد، اونها نصرت داد؟ این چی عقیده است؟ چی فهم است؟ نه، اعوذ بالله، یک تاریخ میدونید، تاریخ اسلام، سیرت پیغمبر صلی الله علیه و میدونید، نه یک مسئله و مفسده را میدونید، نه مسئله اخف و ضرر میدونید. هیچ نمیفهمی. کله تو من حیران میشم. بعضی برادران میگن صخره‌ای نکنید، با اون که آخه نمیفهمم چه بگم. او را واقعیت بید، واقع را شیخ بیان کرده است که یعنی از سخن شیخ لزومش معلوم است چیست. یعنی در اونجا کسای حضرت عثمان کشتن مسلمان نبودن. حضرت عثمان قدر نداشت پیش حضرت علی، یعنی که در طرف شیعه میروی، هلو قدر نداشت، قیمت نداشت، مقام نداشت پیش حضرت علی رضی الله عنه. که حضرت علی نه، بلکه مصلحه و مفسده را نظر کرده، با خاطر قوی شدن شو خواستن که اول امیر معلوم شود و خلیفت چون که خلافت شو درست شود، بعد او با دشمنای با کسایی که حضرت عثمان رضی الله عنه کشتن با او بعد هجوم کنن، بعد با او جنگ کنن. اینجا مصلحه و مفسده است. حالا در این مسئله دلیل زیاد است، من فقط چه که شیخ بیان کردن و نفهمید، میگه این مسئله مسلمان است، دو مسلمان است. میگه ای جاهل، کمتر یک کتاب بگی بخوان، بس از گوش کردن اون گوریه تو میکنید با این خواهرایی که مسئله و مفسده نظر نکرده. واقعا شد اینقدر خواهر به هیچ زندان رفتن، لباسش کشیده شد، حجاب و نقاب، و بعضی برادرها با اهل بیت از تاجیکستان رفته اونجا یک دور در یک خانه گرفته ایستادن، میگن نه حجاب و نقاب درست کردیم، خوب عقیده را درست کردیم، اومدن خانه در اومدن، اکید شرط نیست که نامهاشو جاشو بگیم، خانه هاش در اومدن حجاب از اونها. بعضی مردمی بودن که برای فلسطین یاردم کردن پول جمع کردن، زدن اونها رو، همش 40-50 آدم یکی بردن محکم کردن. بعضیاش مردم عادی بودن، فقط در بازار کار میکنن، به خاطر همین مسلمان‌ها خوده. هزارها گفته که پوچش اگر کس همین اشتیاط کرد که خیلی مسیحا و مفسده نظر نکردن، اینقدر زن و مسلمان فقط از تاجیک، از ازبک، از قرقوز است، لیکن اکثر بالا تاجیک شد. همین کس مسیحا و مفسده گپ زد، پس این پشت کفار را گرفت، گویا که این دفاع کرد از کفار، این دلسوزی کرد، این موالات چی است؟ کی شما علم میگیره؟ کی شما اینقدر بیچاره هسته؟ اون بوده سبب این کسایی که در زندان و در، البته بعضی شوخه که انشالله که در امتحان هستن الله آزاد کند، سببش مثل همین تو کم عقل و کم فهمه بودن، مثل تو، مثل سید افغانی که نه مصلحت را نظر کردن نه مفسده را، زن و کودکاش برده بیچاره. این خیلی به همه ما نمیگیم خواهرها را که مثلا که بعضی خواهرها هستن که بیچاره از با فتوای نمیخیلی جاهل و بعضی تو گرفتار شده هستن. این معنی نداره ما جهاد این کار، ما معنی نداره که ما یگان جماعتی رو این کار کردیم یا که بد کردیم. این معنی نداره که ما خواهرها را یا که مجاهدین دوست نمی‌داریم. این واقعیت است، واقعیت. عقل و کار بفهم، این واقعیت است. مگر حضرت علی رضی الله عنه پس دفاع از منافقین، از اون کسایی که حضرت عثمان از او کرد، چی است؟ چی فهم است؟ هر کسی که در مسئله و مفسده گپ زند، اون گویا که دفاع کافر کرد. دفاع کافر میدونی کی دارد؟ راسخ دارد که لبو چسبیده. چخیلی من گفتم و زور تکفیرش کردی، زورا کرده، کجده میشه سنبقه، چخیلی که راسخه کجده آورده در آخر رفت تو را من خیلی کجده باور که هم خیلی گفته هستن این همی کافر. ها این کفر است، این کفر است. چرا تو کفر میگوی؟ کافر نمیگوی صاحب شاه.
ابو محمد با نامش براءت و تکفیر معین تکفیر کردی و گفتی نترسیدی کو؟ از الله نترسیدی؟ چرا راسخ ترزه لباد میلرزن؟ قوم پرستی در شما دیده میشود. والله العظیم از زمان من همین شیخ ابو محمد میشناسم، همه وقت در مسئله چی قوم پرستی نکنید، قوم پرستی از حرام سر کرده با کفر و اگر طاغوتش بگی دیگر هست، لیکن یکی بورا کفر نیست، یکی اگر کفر نمیشه انسان. اگر کس بگه افغانو بدن تاجیکا خوب یا که تاجیکا بد، یکی بورا کفر نمیشه هیچ چیز. شما سلامتی خوب نیست؟ چه که حضرت صحابه را زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو ذر غفاری طعن زد، یک پیغمبر کفرش گفت مگر شما چی یک بورا هم یا قومی گفتن، همه انبیا گفتن یا قومی گفته، هزارو آیات میویم مشرک بود کافر بود یا قوم الله را بشناس، الله را عبادت کرد، هزارو قول از ابراهیم سر کرده تا هود و تا نوح و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. کی میگه اگر یا قوم گفتی کافر میشه؟ کی میگه ملت پرستی است؟ یک بورا مردم فروع میفهمی خود آورده مسئله فروع فرض یا که واجبات آورده اصل دین کرده ایروی به جاهلیت ایروی بفهمیت. این همین عجب جاهل چقدر گفتم در ابتدا اگر دهنش بگشاید از زبان او بغیر از حرام و کفر و بدعت و کمترش حرام و بدعت پیدا می شود. تو رو کی میگه در این مسئله که تو در حیاتت مسئله مفسده نمیفهمیده؟ تو اگر مسئله مفسده میخوندی میفهمیدی یا که اخاف و ضرر نه، تو خیلی جاهل نمیموندی. بای گفته تو بای تعنی که بر موحدین میزنی یا که به شیخ زده ای بر اصحاب میرود، با حضرت علی میرود. گویا حضرت علی مسئله مفسده نظر کرد، گویا که دفاع کرد از اون کسایی که قاتلای عثمان رضی الله عنه. این چی فهم است؟ چی عقل است؟ یک کس عملی بد یک کس انکار کرد معنی بدیم که میگه که شما فاجعه را گفته که نادرست است، یعنی که اول که شیخ نگفته است که جهاد یا که استشهاد بالاخره دیگر این مسئله چنگیز خان. شیخ اول منهج عمومی پیغمبر صلی الله علیه و بیان کردن، گفتن که در وقت هجوم ایرا امام شافعی رحمه الله در کتاب امش میاره، ابن تیمیه میارش در زیر آیات سوره بقره 190 بر نظر کنید، ابن جریر طبری میارش. اجماع در حدیث آیات است، قول حضرت عبدالله بن عمر است که زن و کودک و کشتن حرام است در وقت حمله. وقت قصاص دیگه مسئله است. اما اگر نظر کنی کاریا به حمله مونده، اگر چی رفتی نکس خطا کرد چخل شیخ گفت معنی ندارد که وای دفاع من از کفر، همه کفر را دفع کنن ما پروا نداریم، برعکس پسند میشیم. اما یک شریعت حکم، اگر تو بگی که کسی اگر زن و کودک کفر را گفت که کشتنش این دفاع است یا که دلسوزی است، پس پیغمبر صلی الله علیه و آله منع کردن، پس عبدالله بن عمر منع کردن، ابن جریر طبری منع کردن، ابن تیمیه منع کردن، امام شافعی اجماع تمام مسلمان میاد، نمیگه اجماع علما و سلف و دی خلف، بلکه میگه اجماع مؤمنین مسلمین که زن و کودک و امثال اینها را کشتن در وقت حمله حرام است، معنی است. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله عبدالله بن عمر امام شافعی اجماع تمام مسلمانان را، نه اینکه خیلی گد و رنگی تو، اجماع تمام عالما و جاهلا و تمام مسلمان. تو میتونی جرأت میکنی بگویی که پیغمبر صلی الله علیه و آله از کفار دفاع کرد، دلسوزی کرد برای که زنها و کودکش کشتن منع کرد؟ تو میتونی جرأت شجاعت داری که بگویی که عبدالله بن عمر دلسوزی کرد با کفار؟ تو میتونی بگویی امام شافعی، امام ابن تیمیه رحمه الله اول در اجماع است در مسئله وقتی هجوم تمام علما گفتگی هستند. اگر از اول بگویم ممکنه که با تو من نمیفهمم من تو قدر فکر نمیکنم تو جویل هستی. ما وقتی نام ترا میگفتیم من کو قدر نمیشناختم، خیلی برادرام گفتن که یک برادر طالبی است، خیلی میگفتم قدر ساز نمیشیم. الله به خاطری که در این زمان طالبی کم است، موحد خودشو در عذاب هستند، در شکنجه هستند، از سبب دلسوزی و بظاهر دیده. خیلی گفتم برادر که من وقتی اینو دیدم یک روز 20 minut در سوال جواب اشتراک کردم، امروز در آمدم جا دست ما برداشتم نبرداشتم. من گفتم این جوان مرد اینقدر جاهل بوده است، کی مورا گفت که نام ای را حتی همچون طالب علم بگیر؟ به الله قسم پشیمان از نام تو را یک بار دو بار نام تغییر کردم که این برادر خیلی برادر خودمون است. اگر چه ما بظاهر دیدیم
اینقدر جاهل کم فهمه مثلا مصلحه و مفسده و اخف و ضررا لا ضرر ولا ضرر نفهمی تو مثلا حمله را از قصاص فرق نکنی مثلا کی گفت است کفر است شما تبي قدر يكون شریعت جهاد برواده اصل دین کرده خاک شی تک زدن به خود اومدی اگر هیچ نمیگفتن همه را کافر میگه تو انبیا و تو همه را جهاد اصل دین گفتن خودش لزومی گپ خودش بین هر گپ سخت است البته یک از وقتی گفتن سر و سیمش گفت سخرهش نمیکنیم لیکن نگاه که دلسوزی و غمخوری ما را که تو بعد بگردی با وقت دادن که همین چی بگرد این خیلی سر و سیما نشو رو علم بگیر تعلیم چی تو گوری منی اش میروزنی برای این خوارور همش امکان تو در اینجا هم در اونجا هم چهار تا جاهل سبب میشه همه در باید به سبب همخیلی با فتوای همخیلی تو جاهل راسخ جاهل باید همه امت در تباه بزنه اعوذ بالله کمتر حداقل اصل دین بشناسی اصل دین نمیشناسی چیست قسم به الله العظیم در جات گوشت کردم همین گپ گفتی در اینجا نمون توحیدم نمون که خب کنم گفتم ای زندیق گفتم اونجا به خاطر چی به خاطر که لزوم گپی تو تکفیری انبیا است یک بار انبیا را بخوان که در کدام انبیا جهاد میوی در حضرت ابراهیم میوی در سلیمان یعنی که دیگر امثال ها 5 6 تا شاید باشد یکی زیاد کم لیکن دیگر انبیا در قتل و قتال فرض شدگی نبود برای خود علما میگه هر کس بگه اصلی دینش بگه گویا اصل دین نداشته باشه کافر است هم خیر است این از شما موحدین کسی اصل دین نداشته کافر است بله بیشک کافر است در زمان آدم سرکرده و ابراهیم دیگر نظر کنید جهاد قتل قتال در اکثرش نبود اگر کسی قتل قتال نداشت کافر شد موازی بایی گفته ما این کار نداریم قتل قتال را در زمان پیغمبر ما شریعت ما فرض است چیز کسی این کارش میکند کفر است کسی مجاهد بد میبینه ما ایران گفته گپو که ما را از تو الحمدلله که بیزاری اعلام میکنیم مجاهد حقیقی را نه همه مجاهد همه جنگ جهاد است ده بار نه همه مجاهدی که ادعا میکنن مسلمان و موحدن لیکن تو اگر جهاد اصل دین بگوی پس اون انبیایی که در وقت قتال نبود و ها اصل دین نداشتن الله المستعان دیدی لزوم گپی تو چیست تکفیر به انبیا میشود اگر تو جهاد اصل دین بگوی رسول الله صلی الله علیه و در با بعض قولا 13 با بعض قولا 17 سال ابتدایی که اسلام بود قتل قتال فرض نشده بود و اکثری انا اصحابی که ایمان آورده بودن قتل قتال نداشتن حتی نماز برای نماز گپ است اگرچه بعضی اصل گفتن بعضی نه لیکن در نماز به سببی که با اصحاب نبود در حبشستان مونده بودن تو نرسی چو نماز فرضیش با او فرض نشده بود اگر او اصل دین نبود حتی در بالای نماز گپ است اگرچه بعضی علما گفتن لیکن در بالای جهاد مگر کسی تو مثل کسی غلو نکرده باشه در جهاد اون نمیگه گپا اگر کسی گفته باشد هم خیلی به خاطر گفته باشد برای نصرت اصل دین است یکی مقام بزرگ است یکی از یعنی بزرگترین قلای بگد ما میگیم ماشاءالله بارک الله فیکم درست میگوی اما اگر بگوی اصل دین است وای لزومی گپی تو تکفیر به انبیا هست با پیغمبر صلی الله علیه و آله از ابتداش است با اصحاب او است برای همون به علم صحبت نکن و دیوم که در مسئله غیر اصل دین یک بار تکفیر کرده نمی شود باباش گوش که تعلیم بگی اصل دین هرچی که اصل دین است یک بار تکفیر انسان اگر رفت مگر اکراه جهلش تقلیدش یعنی که بالاخره دیگر عذر نمی شود اما در مسئله غیر اصل دین تفصیلات داره یک بار کسی تکفیر کردن حق ندارد رفته و از طرف خوارج از طرف جهمی شده رفته به سبب علمی تو اگر یک کس حاضر بیاد در جهاد در تسع باشد به خاطر یک شبهه یا که یک جهل داشته باشد هیچ حق ندارد او کافر بگن هیچ حق ندارد ترک جهاد یک باره وقت انکار نکند مسخره نکند بالاخره دیگر نکند کافر نمی شود تو میگویی که هر کس یک سنت هم انکار کند
وای کافر از جهاد دوستی بیسته. کی گفت زدتر که جهاد کافر میشه؟ بله انسان میتونه از نفاق اصغر براد با اکبر اساسه، لیکن جهاد گفتنی در طی طلبات است، شروط است، ارکان. تو نخواه که جاهل باشه که مثل همین ابو سعید افغانی گپ بگو، یا که تو شاگردی هستی. من فکر میکنم استاد باشی لیکن تو از جاهل تر میتونی. حفظك الله شيخ، بارك الله فيك. خوب، جزاك الله خیر. من باز از اون مسئولیتم بیرون شدم. اکنون من باز به همون قصه خودم و من باز به همون سخن خودم میرم. البته هر یک مشایخ نقطه درکوری که از ذهن خودشون هست میگویند و هر کس الحمدلله از این طالب علم ها نقطه های عجیب رو، نقطه های لازمی رو گفته شدند. خیلی مفید است. در این بحث و مناظره ها یا در این کشمکش ها یک نقطه نه، یک چند نقطه های عجایب، غرایب یا نقطه های زلالت، خطاگی از منهج بیرونی، نقطه های زیاد به وجود می آید که یک چند طالب علم از هر یکیش صحبت میکند. برادران عزیز، من باز میروم به ابو محمد سعید افغانی. برای چی؟ شما میگه چرا؟ باور کنید انا همین انسان سبب تمام فتنه ها است. برادر ما ابو اسماء سخنی عجیب گفتن که یک وقت شده بود که حتی معروف راسخ ملایمتر، آرامتر شده به حق بازگشتنی بود. لیکن انا همین ابو محمد سعید افغانی همراه ابو مسلم این دو نفر او را دیوانه کردن. باز در اول معرف راسخ کمی خاموشتر و آرامتر گشتنی بود، از این سخنها نگفتنی بود، عقب گشتنی بود. اما انا همون ابو محمد سعید افغانی لایف را آغاز کرد، روشن کرد، پخش مستقیم کرد. به عقل 4-5 جهمیه که از تاجیکستان است، جهمی های تاجیک آورد، صادقین امت گفت، زد و خورد سختر کرد. این مریض در حقیقت این مریض است. خبیثترین انسان در درون همه این فتنه انا همین است. از اول این فتنه را کیها میخواست که در بین ما و در بین دیگران فتنه باشد و بخصوص من را، برادرایی که در این طرف هستند، اهل توحید، این مشایخ را، منهج دعوتی ما رو خیلی غضب میکرد. حتی حالتهاش بود که ما در ایما درس داریم، این گروه خودش رو باز کرده میگفت ما فلان روز درس عقیده میکنیم، مشایخ ما دیگر است، دین است، آن است. یعنی کجای بدبین بود که من بدبینی این را 1.5 سال قبل فهمیده بودم، علامت های بدبینیش بود، لیکن دعاش میکردم که الله هدایتش کند. من حیران میشدم که چرا بدبینی میکند به ما، لیکن اکنون فهمیدم که این قومگراگی رو زده. این میگه چرا باید فقط ابو محمد مدنی حق باشد. یک نفر دیگر امروز برآمد، دوستی ابو محمد سعید افغانی، ادریس، میگه شما خیلی عیب دارید، شما بی ادب هستید. میگه به من گفتم بله ما بی ادب هستیم، بله بی ادب باشید. یکی از بی ادبی ما رو بگویید، مگر مشکل است؟ فلان بی ادبی، فلان بی ادبی، فلان بی ادبی، 10 بی ادبی نه، 3 بی ادبی رو بگو، 3 بی ادبی کردم رو بگو. والله من اگر کسی رو بی ادب بگویم به من وقت بدهد و بگوید که بیا به من بگو بی ادبیت رو، نفس نکشیده 3-4 بی ادبیش میگویم. اگر من یک کسی بی ادب گویم و به حجت باشم. اما این تهمت و دروغ بودنش رو ببینید. شما بی ادبید میگه، من میگم بله چرا بی ادبم؟ یک نمونه بیارید، مثال بیارید. میگه که شما شیخ الاسلام شما بودید، علامه خراسان شما بودید، حق همیشه شما بودید. برادر عزیز، من آیا خودم رو شیخ الاسلام فقط من هستم گفتم، یا من خودم رو یگان مراتب شیخ الاسلام اول گفتم یگان مراتب؟ اینها خیلی غضبشون می اومده است. از همین
لقبی که برادرها به من دادند، گفتند شیخ، برادری ما شیخ. گفتند یک چیزی عادی است، یک چیزی ملا شیخ طالب علم، همیشه چیز. خودتون را علامه خراسان میگید، من در کجا خودم را علامه خراسان؟ شما میگید که فقط حق من هستم، میگوید من در کجا حق فقط من هستم گفتم؟ یعنی ببینید یک سخنهای رو میکنند که در چارچوبه عقل نمیستد. آخر من این چیزها رو نگفتم، برادرها همه میدونن، مشایخها همه میدونن و این برادرها شاهد هستند که چندین بار خطا کردیم، از خطاگیمون گشتیم. ما یک انسان هستیم، ما یک طالب علم هستیم، ما اعتقاد داریم که غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه همه خطا میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط در جانب دین معصوم بودن، فقط در جانب دین، نه دنیا، نه دنیا، دین. در جانب دین، رسانیدن دین، تبلیغ دین خطا نکردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم معصوم بود. برادران عزیز، ما در کجا این چنین دعوا کردیم؟ در کجا گفتیم که ما فقط حق ما هستیم؟ برعکس سخن ابن القیم الجوزی رحمه الله را گشته و برگشته من به برادرها نمیگم که ای برادرها، شما فکر نکنید که حق خواه فقط ما هستیم. شما فکر نکنید که حق فقط ما هستیم. شما فکر نکنید که دفاع کننده حق فقط ما هستیم. نه، غیر از ما بسیار کس است که حق خواه است، بسیار کس است که دوست دارنده حق است، بسیار کس است که دفاع کننده حق است. ما این چیزا نباید فکر کنیم که فقط ما هستیم. از ما بهتر و افضلترها وجود داره. برای همین چیزی که ما نگفتیم به سر ما آورده زده، بعد از این بی آداب گفتن، این در حقیقت خودش بی آدابی است. یک طالب علم اهل سنت رو بر دروغ بی آداب نامش رو برآوردن و بی آداب گفتن، این خودش بی آدابی است. دومین بی آدابی همون ادریس همین است که سوال رو میگه که به من اجازه بده سوال رو بدهم. من اجازه دادم که سوال رو بدهم. سوال ادامه، سوال پایان نمیرسد. سوال تبدیل برد، تبدیل به نصیحت، تبدیل به دشنام میشد در آخر. سوال این است که انا این مسئله به چی میگویی؟ ها یا نه؟ دلیلت بیار، گوش کن من جواب دهم. همین قصه. اگر ما پیش اینها را داریم که برادر آخر سوال تو ادامه می شود، تمام می شود، پایان دارد، نخود یک سوال 15 دقیقه باشد. میگه بی آداب، بی آداب. این ظلم است، این ظلم است. جاهل آدم قدر خودش نمیداند، برای همین قدر دیگران را هم نمیداند. اینها قدر خودشون نمیدانند، برای همین قدر ما را هم نمیدانند. ما را اذیت میدهند، مسخره میکنند، تحقیر میدهند، همه این سخنها را میگویند، تهمت میکنند، تکفیر ناحق میکنند. باز میگویند که ما چیکار کردیم که ما هیچ چیزی نگفتیم، شما بی ادب هستید. صبر میکنیم و الله سبحانه و تعالی در نزدش همه این خصومت ها جمع می شود و در نزد الله روبرو خواهیم شد. به شما بی ادبان بخشش وجود ندارد. به شما استهزا کنندگان و تحقیر کنندگان موحد بخشیدن نیست. در روز قیامت در روبروی الله وامیخی. الله شما را رسوا کند در این دنیا و آخرت. اگر شایسته هدایت باشد که الله دانا هست و علیم است و حکیم است، هدایتتون بکند. اگر شما ضررتون بر موحدین باشد، تحقیر موحدین ادامه بدید، الله خوار و ذلیلتون بکند. اخزاکم الله، قبحکم الله، قاتلکم الله. که شما موحدین را به تمسخر کشیدید، شما رحم موحدین را سوء استفاده کردید، شما مهربانی موحدین را، انصاف و عدل موحدین را سوء استفاده کرده به استهزا و مسخره میکشانید. جگری ما به حق میسوزد، ما میخواهیم که حق ظاهر شود. به این مشرکین سوال میدهیم، به عوض این که به سوال ما جواب گوید ما را استهزا میکنه، مسخره میکنه. ابو محمد مدنی خیر بی آداب بود. ابو محمد مدنی سخن را به یکی از برادران با آداب ترینمان بخشیدیم، به برادری
شیخ محقق ایرانی بخشیدیم، گفتیم برادر عزیزم من این سوال رو از اینا کردم، به سوال من جواب ندارم. شاید مرا بد بینند، شاید مرا دشمن بگویند، شاید در حقیقت ما در حق اینا یگان سخنی گفتیم و نفهمیدیم. بیایید همین سوال رو از اینا بکنید، شما بکنید. افسوس همون به آدابی که در حق من استهزا و مسخره که در حق من میکرد در حق شیخ هم کرد. یعنی اینها مشکلیشون به همه این موحدین است. اکنون دید که ابو محمد مدنی با ابو محمد سعید افغانی فقط مشکلی اعتقادی است، دیگری چیزی نیست. اگر بگوین که نه تو به او سخت گپ زدی، برادر ما از ایران محقق ایرانی چی صحبت کرد در حق ابو سعید؟ یگان مراتب یگان برای صحبتی بزیب کردن نکردن. گفتن برادر سوال مشخص است، بیا به سوال جواب ده. میگد علامه ایران، ای علامه، میگد میخندد، مسخره میکنه. جوانمرد میگوید که کی است؟ میگد این برادر کی است؟ میگد آخر این خیلی نمیشه، یک برادری موحدی ما است. بیا اگر ما رو از تاجیکستان بوده ها رو طعنه زدی، تو رو ما از افغانستان بوده ها هست بگویم برادری ما از ایران براید بین ما یک صحبت کند، مگر بد است؟ الحمدلله برادر عزیز ما عمران نورستانی برآمدند در مسئله ابو حنظله جوانمرد ترتیب و یک آداب و اخلاق را ترتیب دادند که ما به برادر تشکر میگیم، جزاک الله خیرا میگیم، حفظکم الله میگیم. این بهترین کار شد. برای همین سخن ما ادامه داد، سخن ادامه یافت. ترتیب نباشد، آداب نباشد، سخن ادامه پیدا نمیکند. به هیهوی غلاغله حق ظاهر نمیشود. من در همون اول پیش از آمدن جوانمرد گفتم ما سوال میدیم، به سوال ما جواب گو، ما همراه صحبت میکنیم. برای که من میدانم که به این سوال یا جواب حقانی میدید، الحمدلله حق میگد، یا باطل میگد، من خودش شرمنده میشم، خودش به دهان خودش جهمی میگه. برای همین ابو محمد سعید افغانی قوم پرستی رو پیش گرفت، قومش رو از حق پیش گرفت. والله یک کفر دیگر کرد، کتمان کفر کرد. الله در سوره بقره آیه 159 بود خطا نکنم اگر بله، که الله سبحانه و تعالی میگه الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا الى اخر الايه. الله سبحانه و تعالی میگه که آنهایی که کتمان میکنند، پنهان میکنند آن چیزی رو که ما در قرآن نازل کردیم، آن چیزی رو که ما در وحی نازل کردیم، بعد از این که میدانند، بعد از این که حق میدانند، میفهمند، لیکن پنهان میکنند، برای اینها لعنت الله، برای اینها لعنت ملائکه ها و لعنت تمام لعنت کننده است. ابو محمد سعید افغانی به همین سؤال من داده در جوابش رو مگر کتمان نکرد؟ آیا جوابش رو ابو محمد سعید افغانی نمیدانست؟ دعوای امیرالمؤمنین میکند، دعوای دعوت به همه مردم نفیر عام، جهاد عام به دعوت میکند. چگونه نمیداند؟ سوال مشخصی معین بود. انا همچنین سوال بود، یک نفر بگوید که کفار را، مطلق کفار را مسلمان بدون قرینه گفتن کفر نیست. حکم همین چی؟ ولی ما آدم به نرفتیم، خودی عمل کفر نباشد آدم هم کافر نمیشه، باکه ندارد. میگه کافر را مطلق گفت، کلمه کافر را مطلق، به درون این کافر هم نمیدو کافر میداره. بالاخره یک نفر بیاد بگوید که کافر را مطلق مسلمان گفتن، یک نفر کافر مسلمان گفت این کفر نیست. گفت حکم این آدم چیست؟ ای برادر موحدم، از الله بترس، روی خاطر نکن، ملامت کننده به نگاه نکن. تو عقیده داشته باش مسلمان گفتن کافر کفر است، اجماع به اجماع مسلمان گفتن کافر کفر است و صاحبش کافر است. گوینده همین سخن اگر یهود مسلمان گفته باشد،
نصرانی را مسلمان گفته باشد، مجوسی را مسلمان گفته باشد، اصحاب ابن عربی را مسلمان گفته باشد، رافضه را مسلمان گفته، این کافر است. و این مسئله کفر بودن به شک هیچ کس نداره. این کسی که دعوای بزرگواری میکند، صادقین این امت میگد، تاجیکا را به جهاد دعوت میکند، خودش امیر مجاهدان میگیرد، سردار و راهبلد و این آدم به همین سوال ما جواب نداد. برای چی؟ من مرتد گفته گاب میزند، علامه گفته گاب میزند، مسخره میکند، ها مسخره، مرا هم و برادر ما، برادر محقق ایرانی رو هم مسخره میکند. مگر آداب کنین؟ بله برادر، بله کامنت نظر بکنین. بله ببینید، با میگد که نوشته است که در کامنت شما اول بروید بچگک ابو اسما رو بفهمانید، بعد من الحمدلله ما استادانی داریم از اهل سنت که ما رو بفهمانند. مرمت قومگرایی نیست. یعنی میگه شما تاجیکا من به گاب نزنید، از تاجیکستان شما روید بچه حقاکای خودتون به گاب زنید. همین ابو محمد سعید افغانی میگه ما استاد از افغانستان داریم. میگه اهل سنت کی است؟ اهل سنت کنی به من بگین برادر، قومگرایی نیست. بگوین از اهل سنت کی است. من چرا درباره افغانستان گپ میزنم؟ برای که من قومگرا نیستم. اگر قومگرا میبودم میگفتم اینا افغان هستند، از افغانستان هستند. ما در تاجیکستان بیاد تاجیکستان همراه تاجیکو گپ میزنیم، تاجیکستانی تمام است. نه، ما انمین سخن خودش قومگرایی است. قومگرایی ملتگرایی چی گفتن گپ است؟ یک قوم بلند کردن، یک قوم پست کردن، یک قوم کتی کورم نگفتن، یک قوم دیگر کتی کورم هست گفتن، خودش قومگرایی انمین است. ما میگیم که ما ملت فارس، هر کسی که زبان ما رو میفهمد، فارسی ما رو، و ازبک باشدم، ترک باشدم، پشتو باشدم، ما قطعی او گپ میزنیم، ما به او بحث و مناظره میکنیم، ما بین اونها به حق میده رو ریم باذن الله رب العالمین. ما هم به تاجیکا، هم به افغانستانی ها، هم به ایرانی ها صحبت میکنیم. هر کسی که همین زبان فارسی میفهمد فرقی نداره، ازبک است، ترکمن است، پشتون است، کسی نباشد، فارس است، همین فارسی فهمد تمام است. کرد است، مرامت ما به کردهای ایرانی چقدر بحث مناظره داشتیم. اگر ما قومگرا می بودیم گپ میزدیم قطعی اونها نه نمیزدیم. ما میگفتیم رو من قطعی تو صحبت نمیکنم، ما از تاجیکستان هستیم. انا این از قومگرایی. ما میگفتم نه، ما خودم استاد از اینجا داریم. نه، انا این قومگرایی است. سخن ابو محمد سعید عین قومگرایی است، عین شرمندگی، این کفر یک ضلالت طاغوت پرستی است. ولی سوال ما اینجاست که یک طالب علم از اهل سنت و جماعت رو که در افغانستان زنده باشد، حاضر رو از اهل سنت باشد، به من بگویید. یعنی بله قسمت از اهل سنت نه، ما در نظر داریم کاملا منهجم که به خوارجی هم نرود، تا دیروز حزبی هم نباشد، در نزد منهج اهل سنت همیشه باشد، حق بگوید، قومگرایی نکند، یک نفر بگوید که باشد. مرمت کسانی که به ما ضدیت دارند در این مسئله بگویند که یک نفر هست که صادقانه طالب علم اهل سنت است، در اساس منهج درس میگوید، صحبت میکرد و منهج بیان میکرد. کی هستم؟ قومگرایی نکرده باشد، حزبیش روپوشی نکرده باشد، از جانب خوارجی، از جانب در مسئله عذر بالجهل خاموشی، عذر المشرک به خاموش نباشد. کی هستم که ما ندیدیم؟ نیست. علم ندارد. از سبب بی‌علمی این بی‌علم ها رو انا همین به مانند ابو محمد سعید افغانی کنترل میکنه. معرف راسخه کی کنترل میکند؟ ابو محمد سعید افغانی، ابو مسلم، ابو زید. کی کنترل اینها را؟ همین بچه‌ها کنترل میکرد. آدم‌های بی‌علم طالب علم ها را کنترل میکند.
تو میگه اینو بگو اینو بگو، نباشد این آن، یا تهدید میکند یا شانتاژ و منتاج. ما با خبریم از شانتاژ و منتاج اینو، اگرچه ما بعضی سخنها رو نمیگیم، ما میدونیم که اینها رو شانتاژ منتاج. طالب علم اهل سنت و الجماعت باید آزاد باشد، باید آزاد سخن حق بگوید. باید طالب علم اهل سنت و الجماعت رو یک جماعت، یک گروه 4 نفر از جوانها نباید کنترل کنند. ما توی میترسونیم گفته، ما توی میکشیم گفته، ما توی به اینو آن گفته، نترساند و از منهج بی منهج نشد. طالب علم اهل سنت و الجماعت نباید روی خاطر کسی رو چیزی رو بکنه. طالب علم اهل سنت و الجماعت فقط رضایت الله، رضایت قرآن و سنت و فهم سلفین امت که سواد، دیگر چیزی نیست. باقی مانده قیل و قال و کثرت سوال است. انا کو دیده ابو محمد سعید افغانی یک زندیق منافق بودن؟ اگر مرد باشد فرا به سوال من جواب نداد. من چند بار پرسیدم برادرها، اگر 10 بار گویم شاید بگید زیاد، لیکن من نمیدونم، تقریبا 6 بار پرسیدیم. گوش کنید در همین گروه، حالا این تسجیل ها میبرد، برادرها جدا کنید، الهیده الهیده گذارید. سوال دادم، وقت دادم، کاملا تماشا کردم. او مرا تحقیر کردن بگذاشت. کجا است ابو محمد سعید افغانی زندیق کذاب؟ سوال به چرا جواب نمیده؟ نمیتواند جواب داده، نمیتواند. اینو میداند که اگر جواب بدهد شرمنده میشه، اگر جواب بدهد حق ظاهر میشود، کافر بودن خودش و استادش آشکار میشه. ابو حنظله جوانمرد جواب داد، معرف راسخ را به 3 مناط تکفیر کرد. معرف راسخ، حالا برادران پرت افتند در گروه که معرف راسخ در گروه نوشته است که بارک الله فیکم سخن ما با زبان همدیگر رو میابیم. معنای سخن راسخ همین است که من با ابو حنظله جوانمرد برادرم با زبان همدیگر رو میابیم، ما با یکتا میشیم. این خوب است و قوم پرستی است. اگر جوانمرد بدون آشکار توبه کردن معرف راسخ به معرف راسخ یک شود، اگر ابو حنظله جوانمرد بدون توبه کردن راسخ از این عقیده و سخنش که خودش سخنش شنیده فهمیده گفت، شما دیدید که ما ابو حنظله 3-4 مرتبه تکرارا گذاشتیم، خودش شنید بله فهمیدم گفت، تکفیرش کرد. بدون توبه معرف راسخ ابو حنظله به او در پنهانی گپ یکتا کند، اینم به کفر امنا روزی شده است، اینم باز به منافقت می رود، اینم باز به قومگرایی می رود. اگر ابو حنظله شرعاً کار کردنی باشد در گپش می ایستد، معرف راسخ باید در بین مردم توبه کند. از این کفرش معرف راسخ در بین مردم توبه کند. اما معرف راسخ کذابتر از مار است، کذابتر از مار است. مار از مار دیده کذابتر است. این آدم از روباه دیده روباهتر است، از مار دیده پوستش عوضتر میکند. من باوری دارم که ابو حنظله میگه که نه این مرا تهمت کردن، دروغ گفتن. ابو حنظله میگه بله تهمت کردن، ها تمام. قومگراها کار همین خیلی حل میکنن. نه آواز صدای خودش است، ما چه خیلی تهمت کرد. حرف اس شما چی میخواید؟ صدای شما خیلی باز فقط خلل رسونده شده. یهو گپ داره شما؟ حرف اس ادمین ها محکم کنید. ما کتنا محکم بکید لاقل. خوب، ابتدا گردنت رو میزنیم، بعد همسرت و دخترت رو کنیز میگیریم. در هر جای دنیا که باشی پیدایت میکنیم انشاءالله گفته است. ببینید ببینید اینا چی گفته، چی میکنن، بحث مناظره میکنن. برادرای موحده، تهدید اینها فقط برادرای موحد است. مشکل اینا همین است. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ابو محمد سعیدی افغانی به لعنت الله گرفتار شد، به لعنت ملائکه ها و به لعنت لعنت کننده ها گرفتار شد. یک مرد ملعون است. ابو محمد سعید افغانی ملعون است. برای چی؟ برای اون که یک عقیده واضح و آشکاری که از اصل دین مسلمان است اینها کرد به خاطر قومگرایی. اکنون برادرای عزیزم قومگرایی را دیدید؟ اینا گفتن شما قومگرایید. ما اگر قومگرا باشیم تمام علمای تاجیکستان را رد میزدیم. ما اگر قومگرا باشیم
تمام آذری تاجیک تیت و پیت و پا رو چور میکردیم. ما اگر قومگرا باشیم حزب نهضت پا رو رش و گشش میکردیم. کدام اهل بدعت در تاجیکستان مون که ما رد نزده باشیم؟ کنی به من بگویید کدام اهل بدعت در تاجیکستان حالا هست که ما قومگراگی کرده به اونها رد نزده باشیم؟ یک مثال بیارید. نیست. ما صادقانه الحمدلله به دینمون چنگ زدیم، صادقانه بیان کردیم. پیش از اینکه به افغانی ها بگوییم در تاجیکستان همه فرقه های باطلی کفری شرکتی روبرو شدیم، تکفیر میکرده و تکفیر کردیم و حق رو بیان کردیم. اینا چی؟ قومگرا کی است؟ انا اینا است. درباره آذرالمشری گپ نمیزند. قومگرا معروف راسخ است. قومگرا عبدالظاهر داعی است. چرا درباره عبدالرحمن فاتح گپ نمیزند؟ چرا درباره محمد انصاری گپ نمیزند؟ چرا مسئله آذرالمشری که کافر بودنش نمیگوید؟ به خاطر که قومگرا به محمد انصاری گفته است که ما به تکفیری که تو را کرده ما ربط نداریم. چرا؟ برای که قومی خودش است. اینا قومگرا نباشند. کی قومگرا است؟ قومگرا هستند. ما اینها را به ظاهر دیده میگفتیم خیر شاید این جهلا روزی از روزها منهج فهمت آهسته آهسته بیاد. اینها فکر کردن که خاموش ایستادن ما از ترس ما است، خاموش ایستادن ما از حجت نداشتن ما است، احترام ما از احمقی ما است. نه، شما احمق هستید که احترام ما را احمقی فهمیدید. احترام ما در اساس منهج بود. صبر کردیم که شما را انسان گفتیم، شاید روزی از روزها میفهمد گفتیم. اما وقتی که جهالت، خباثت، تحریری، مذهبی عقلانی تحریری را با پیش بردین، از قوم خودتون از کفریاتش دست نمیکشین، قوم خودتون تزکیه میدین، از دیگر قوم غیر افغان برای اعلام میکنید، از ایرانی یا از تاجیکستانی، از افغان خودت نمیگویی. این صفت نه فقط در این جهمی ها، حتی در همون آذری جهمی ها هم است. مثلا عبدالرحمن فاتح ما را شب روز تکفیری داعشی میگفت. یک روزی از روزها همین بنزدیکی از عبدالرحمن فاتح درباره ابو مصطفی درویش زاده پرسیدم. گفتن که من ابو مصطفی درویش زاده چی بود؟ گفت رحمه الله انسان بهترین بود، همسایه من بود، من او را نمیشناسم. آخر همون مگر به همین جماعت بیعت کرده بود، همه میدونن در همون جماعت بود. چرا قوم خودش را رد نمیکنه؟ دیگران را داعشی گفته تکفیر میکنه. اینها داعشی گوید هم قوم خودش نمیگوید، اینها آذری گوید هم قوم خودش نمیگوید. البته این سخنی من به همین جهمی ها ربط دارد، نه به موحدین صادقین که ها براءت خود از این خوبسا، از این بازیگرها، از این بازیگرها اعلان کرده هستند. اینا به احساسات موحدین، هم افغان، هم تاجیک، هم ایران، همه اینا بازی میکنن. من برای همین از برادرهای موحدی افغانستان طلب میکنم که برادر عزیز، شما فرزندهای خود را طالب علم به بایه رسانید، به بهترین جایها فرستانید، شب روز نصیحت کنید که روی خاطر قوم، خیش و تبار اهل اویله نکنید. شب روز نصیحت کنید که حقگو باشد، یکم کار از قوم خودش سر کنید. انشاء الله اگر ای موحدین انا همچنین فرزندها را تربیه کردید به علم، به منهج، تنها به خاطر رضایت الله، انشاء الله خیر بزرگ در بین شما به وجود می آید. علاج این واقع همین است که طالب علمان منهجی باید پیدا شوند، طالب علمانی که قومگرا نباشند باید پیدا شوند. افسوس صد افسوس این طالب علم ها به همدیگر همکاری قومگراگی میکنند، همکاری قومی میکنند. تا به حال به همدیگر سلام علیک، تا به حال این بنام طالب علم ها به همدیگر تزکیه، اینم خوب است اونم خوب است. مرحمت انا همین است. الله المستعان، الله المستعان. الحمدلله پیش از همه ما باید از عقیده خود با خبر باشیم، از منهج خود با خبر باشیم، از خودمون با خبر باشیم، خودمون را احتیاط کنیم. پیش از همه وظیفه همین است. الله گفت کو انفسکم و بعد از این گفت اهلیکم. نفساتون را از جهنم نجات بدید، اهل اولتون را نفسشون را از جهنم نجات بدید. ما الحمدلله هر کاری که کرده ایستادیم دیده ایستادیم. کسانی که طعنه زدن به این مسئله ها دیدید، همیشه شما امروز دیدید. لیکن اناکنون شما باز دیدید که ابو محمد سعید افغانی
به یک سؤال ما جواب داده نتوانست فرار کرد. هر کسی که مطلق میگد که کفار را بدون قرینه مسلمان گفتن کفر نیست، حکم این آدم چی جواب نگفت. هر کسی که به ابو محمد سعید افغانی صحبت میکند بسم الله همین سؤال را از او بیچاره مسکین بکنید، از جاهل مرکب بکنید، الله هدایتش بکنه، شایسته هدایت باشد نباشد الله ضررش را فتنهش را از بالای موحدین بردارد. حفظكم الله و رعاکم. لیکن الحمدلله بالعموم مفید بود، بالعموم فهمو بود. انا شما هم فهمیدید که تکفیری که راسخ زندیق جهمی رو کردیم تکفیری نفسگرایی نبود است، از جهل نبود است. شما دیدید که ابو حنظله هم تکفیر کرد، شما دیدید که ابو حنظله هم معرف راسخ رو تکفیر کرد. من از برادرها خواهش میکنم که همون سخن ابو حنظله رو گیرید به گروه منتشر کنید تا که مردم فهمند که این در نزد هر یک آدم منهجدار، در نزد هر یک آدمی به عقل، کارهایی که معرف راسخ میکرد کفر است. همه میداند اینه. ابو حنظله جوانمرد، الله فهمش با زیادتر بکند، الله سبحانه و تعالی موفق به حق بکند با انشالله. از دیگرها با بهتر است. ابو حنظله جوانمرد قندش زند که کفر گفت و کافر گفت، حق گفت. البته در مسئله که در بالای ما هست کمی نافهمی بین ما وجود دارد. ان شاء الله روزی از روزها امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی ابو حنظله جوانمرد رو الله موفق میکند به فهمیدن این مسئله که چندین بار ما گفتیم این مسئله جزئی است. مرا خطا گویید هم تکفیر کردن در اینجا درست نیست و امیدوارم که سخنهای ما را ابو حنظله میفهمند، دلیل ها را گفتگو میکنند. این بحث همین است که رفته باید دلیل ها را گفتگو کنند، در همین مسئله ها گفتگو کنند. الله هدایت بر حق، موفق به حق کند ابو حنظله جوانمرد. لیکن ابو حنظله جوانمرد در مسئله انتخابات به اجازت بودنش، در مسئله پارلمان به اجازت بودنش، در مسئله مسلمان کفار مسلمان گفتن راسخ صدایش شنیدن و تکفیرش کردن، به 3 مناط کافرش گفتن. از این میبارد که معرف راسخ در حقیقت مناط کفری ظاهر است به همه. مرا ابو حنظله هم دیدن بده گفت در نزد ابو حنظله می کفر است، آخری نه هیچ کسی انکار کردن نمیتونه. آدمی که صادق است این انکار کردن نمیتونه. اما ابو محمد سعید افغانی که صادق نیست او انکار کرد، یا او هم انکار نکرد، او جواب داده نتوانست. او میتوانست که جواب بگوید، او میداند که این کفر است لیکن نمیداند، به خاطر کبر باشد یا شرم داشتن باشد همین چیزا جواب نداده است. او میداند که این کفر است لیکن بیچاره ابو محمد سعید افغانی خودش را به یک درون فتنه انداخت که از این فتنه برآمدن بدون توبه هیچ علاج نیست، بدون قبول حق دیگر برآمدن نمیشد. چقدر حق قبول نکردن گرفتی به گمراهی غوطه زدن میگیری. تا امروز مثلا ابو محمد سعید افغانی یک چند مشکلی کفر داشت، امروز یک کفر دیگر، یک لعنت دیگر به بالاش اضافه شد، حق پنهان کرد. سوال دیده و دانسته مسخره بازی کرده جواب. حق همین است. از باطل کسی که روی نمیگرداند، حق قبول نمیکند و از حق روی میگرداند، روز به روز از او باطل دیده شدن میگرد، باطل به غوطه زدن میگرد. براش خیر نبود که بازگرد. بله، بازی کردن به شریعت همین است. و کلام سلف رو فراموش نکنید که ما به شما گذاشته بودیم. سلف صالح میگن که هرگاه دیدید که بعضی از مردم در دینشان نجوا میکنند، بین همدیگر صحبت میکنند و در بین مردم صحبت نمیکنند و پیچیر میکنند، پیچیر راست میزنند، پنهانی صحبت میکنند و کفر و شرک آهسته میپوشانند، بدانید که اینها سرکننده زلالت، سازنده زلالت، تأسیس دهنده زلالت است. والله این سخن رو ما برای چی میگیم؟ اگر حالا ابو حنظله جوانمرد رود به راسخ زندیق پنهانی صحبت کند، بین خودشان با اتفاقی کنند،
مرحمت سخن سلف ما گذاشتیم در همین گروه است. اینها تأسیس در زلالت تأسیس دادنش شروع میکنند. برای همین برادران عزیز آن چیزی که ما عقیده داریم همین در بین شما آشکار گفته شدیم. آن چیزی که عقیده من هست ما میگوییم. ما در پشت این پخش مستقیم عقیده دیگر نداریم. ما به هیچ کس پنهانی دیگر گپ نمیگوییم. عقیده پنهانی با نداریم. از این گروه برآمده باز رفته به یک کسی دیگر علاهیده نه این خیل بود اون خیل بود نمیگوییم. عقیده ما در ظاهر نمی خیلی که در بین شما ظاهر است، در گروه نباشدم، در ظاهر نباشدم، در باطنم، در پنهانیم، انا همین خیل است عقیده ما به یگان مشرک شده، به یگان کافر شده، تنها به تنها حیله‌گری کرده بله کفر شما هم درست است تو، لیکن سخن وی هم درست است تو، کفر شما هم کفر نیست تو، هست تو نمیگوییم. ما یک کس در بین مردم کافر گفته خودش با اومده بله شما مسلمانت نمیگوییم. ما کسی را که کافر گفتیم از هوا و هوس هم نمیگوییم و ما اعتقاد داریم که تکفیر کردن در اساس هوا و هوس این کبیره است. تکفیر کردن در اساس گمان کبیره است، کبایر گناه است. تکفیر کردن در اساس گمان حرام است و عجله کردن در تکفیر بدون مناط این صفت جهلا است و ما هرگز کسی را هم بدون مناط تکفیر نمیکنیم. معرف راسخ را ما به شما 10 بار بیان کردیم که ما بدون مناط تکفیر نکردیم. انا ابو حنظله جوانمرد هم تکفیرش کرد. انا همین مناط صدای معرف راسخه میمونم. یک بار نفهمیدی، 2 بار، 3 بار، من صبر میکنم. 10 مرتبه صدای معرف راسخه به خودت میمونم. تو اگر اینیش قبول نکنی دیگرش میمونم. در نزد ما 10 سخنی معرف راسخ این اکتیار وجود دارد. اکتور وجود دارد. میگذارم خودت شنو قضاوت کن به حکم شریعت. نکردی خودت منافق میگوی. انا مرحمت گوش کرده با حنظله تکفیرش کرد و رفت. برای آن که ما تکفیر را بدون مناط نکرده بودیم، از هوا و هوس هم نکرده بودیم، این تکفیر را مجبوری به خاطر شریعت کرده بودیم. پیش از این تکفیر ما به معرف راسخ وقت دادیم، نصیحت کردیم، حجت رساندیم، همین کار کردیم، قبول نکرد. ما هر دفعه که نصیحت کردیم معرف راسخ بدتر سختتر شد. میگوید که من همه فارس میشناسند، من شیخ کلان. چخیل من شیخ کلانه شما اومده گپ میزنید؟ همه فارس مرا میشناسند، شما چی بنا میگین که معرف راسخ شیخ کلان است؟ میگه بدتر شد. شیخ کلان احمق است، میبخشید، یک جاهل است. آخر همین جهمی هم در نزد پیروای خود شیخ کلان بود. ابن ابو داود شاگردش تمام مسلمان ها را به زیر دستش در آورده، حکومت مسلمانی را زده گرفته بود. سلف نگفتن که این شیخ کلان است، شاگردش حکومت به دست گرفتگی است، چند میلیون مسلمان ها را همیشه دست به گرفتگی است. نگفتن شیخ کلان، نگفتن، تکفیر کرد ابن ابو داود. ما تکفیر سلف صالح ابن ابو داود گذاشتیم و اینها یک عقیده جهمیگی دیگر دارن که تکفیر بالعین قبول ندارن و این عقیده یک خطرناک دیگر است. برادر عزیزم احتیاط شوید. میگویند که جهل عذر نیست، مشرک کافر است. میگویند که عذر مشرک بله کافر است. اما یک آدم معین شرک کند تکفیر نکن. اما یک آدم معین عذر المشرک باشد، حجت رسیده باشد، تکفیر نکن. جهمی را میگن که جهمی ها کفار است، اما یک آدم معین جهمی باشد او را تکفیر نکن. میگن آدم معین جهمی را به عینش تکفیر نکنید. فهمیدید؟ حالا که ما به شما مثال آوردیم که وقتی که البته تکفیر شرط و شروط خود دارد، وقتی که بدون اکراه یک نفر کفر کرد فهمیده و دانسته، البته کافر است به اختیار خودش. جهمی ها هم تکفیر هم تکفیر هم. بالاخره برادران و
خواهران عزیز، الله شما را حفظ بکند، به شما برکه بدهد. انا همین بود صحبت امروزه ما که خیلی طولانی شد و اگر کسی را از برادرای موحد، برادرای ما یکی از طالب العلم رنجانده باشند معذرت خواهی میکنیم، فتنه شرط نیست. و از نام دیگر برادرها هم از این برادر مهمان ما از ایران برادر شیخ محقق معذرت خواهی میکنیم که شیخ را به درون بحث کشیدیم و ابو محمد سعید افغانی در حقشون به احترامی و تحقیر و بیادبی کردند، یا ابو حنظله هم همچنین بیادبی و تحقیر کردند. ما معذرت خواهی میکنیم. این بحث است، این مناظره است. طرف مقابل وقتی که انصاف نداشته باشد، عدل نداشته باشد، همچنین تحقیر میکند. برای همین ما از مشایخ خواهش میکنیم که روح افتاده نباشید، خفه نباشید، غمگین نباشید، محزون نباشید. الله شما را حفظ کند، به شما برکه بدهد. پاسبانان حق، پاسبانان لا اله الا الله، پاسبانان منهج همیشه صادق در منهج باقی بیستید. صحبت بنده با همین تمام است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. در اول ببینید من این کانال رو این رو من روشن کرده بودم، این شبکه رو، به خاطر اینکه خواستم بارک الله فیکم درس رو شروع بکنم. امروز درسی 67 حلقه بود از بارک الله فیکم قدر، آخرین حلقه ها، و 31 بود یا 30 بود از اصول فقه درس کردنی بودیم که آخر همین صحبت شد و این صحبت ها هم مفید است. الحمدلله چقدر برادر و خواهرها استفاده بردند. الله سبحانه و تعالی همه برادران و خواهران موحدی که اینجا هستند الله حفظشون بکند، برکشون بدهد و ما از فتنه به الله پناه میبریم. اللهم اننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها و ما بطن. از کبر و غرور، از رذیلی، از اخلاق بد، از تهمت و بهتان کردن به کسی به الله پناه میبریم. الله این اخلاق رذالت را، اخلاق بد را از ما دور کند، به ما حسن الخلق، حیا، مردی، صادقی را به ما نصیب بکند که ثابت قدم در این راه باشیم. مشایخ و برادرها صحبت کردنی باشد بسم الله، نوبت به شما داده میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر خوب هستید؟ سلامت هستید انشاءالله. اگر یگان استاده باشن یک سوال داشتم. جزاکم الله خیرا. الحمد لله أخي جون. شيخ والله همي جون. مشایخ باشید صحبت بکنید، من کمی مشغول شدم. برادر عزیزم بفرمایید. بله برادر عبدالله همي جون هستن. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ عزیز الله سبحانه و تعالی جزای خیرتون کرد. الله صبرتون تهد اینقدر تهمت ها و ناحقی در بالاتون، و از الله سبحانه و تعالی میخوایم که جنت الفردوس برایتون نصیب بکنه. بارک الله فیکم اهل توحید. امیدوارم که امروز باز یک بار دیگر برای هر یک شما یعنی عدل این مشایخ برایتون عیان شد که چگونه عدل داریم و از گفته هایمان نمیگریزیم. یگان مشایخ از گفتهشون نگریختن و گفتهشون هم این کار نکردن، فقط اگر مجملا بود مفصل بیان کردن و اگر کفر را اثبات کردن هر زمان توبه کردن به یعنی همه این مشایخ تیار هستند که الحمدلله باید هر یکی من شما شکر الله را بکنیم که الله سبحانه و تعالی چنین طالب علمان و مشایخ حقگو رو برای من شما نصیب کرده است که یعنی مردانوار در سخنشان می ایستند و اگر خطا باشد باز می گردند
اگر خطا نباشند در همجا می ایستند و در اساس قرآن و سنت به فهم سلف امت اثبات میکنند. و یکی از مشکلی های ابو حنظله جوانمرد این است که ترک کردنی یعنی این مجموعه بود. یعنی اگر خیرخواه می بودند به این امت می ایستادند تا آخر. و من در حیرت موندم، من در آخر من نفهمیدم که گپ چی شده ایستاده است. در اول قصاص این کار کرد، قصاص از این قصاص است، گفته این کار کرد، گفته تکفیر داشتن. در آخر آمدن گفتن که اینجا مسئله قصاص نیست. آیا شما فهمیدید که چی گفتن؟ گفتن اینجا مسئله قصاص نیست. اگر مسئله قصاص نباشد چی مسئله بود؟ چی مسئله بود که شیخ رو تکفیر کردید؟ بارک الله فیکم. و در مجموعه که خودشون صحبت داشتن، در یعنی لایف خودشون، پخش مستقیم خودشون، هر کسی که شیخ رو گوش میکنن یعنی دلیل هاشون این بود که گویا که ما به خودمون شیخ رو رب گرفته باشیم. این تهمت به موحدین است. این تهمتی است که شب و روز بر ما آذری ها، جهمی ها، از اشعری ماتریدی ها، از حزبی ها میزنند که میگویند شما با شیخ یک عقیده دارید، از این میبارد که شما شیخ رو میپرستید. والعیاذ بالله. این 1400 ساله که چند صد هزار صحابه، تابعین، تبع تابعین که همه در یک اعتقاد بودن، آیا یگان کسی رو میپرستیدن؟ و چگونه اینها میشود که وحدت به دعوت میکنن؟ وحدت در اساس چی میشود؟ اگر یک جا شد این مسلمان ها وحدت کرد بالای قرآن و سنت، یک عقیده، یک دیدگاه کردن، از این میبارد که یک دیگر رو میپرستن. این تهمت های بیجا است. این از موضوع بیرون است. و بی‌ادبی ابو حنظله را من در حیرت موندم که چقدر انسان بی‌ادب. هر یک برادر خواسته ایستادند که کمی آرام شود. برادر عمران نورستانی هم الله شون کند، شیخ محقق ایرانی هم، همه خواسته ایستادند که کمی آرام شود. کسی آوازشون رو نزده ایستاده است. اگر یگان بر برادرها یکی زدن، دیگر نزدن. شیخ گفتن که دیگر نزنید، بگذارید که صحبت کنند. و همه شما شاهد هستید بر این. و سخنهای گفته ایستادند که در حیرت میمونید. رحم را مطلق از بالای انسانیت انکار کرده ایستادند. این خطای بزرگ است. این رحمت الله هست که الله سبحانه و تعالی عذاب نمیکند انسانیت رو تا اون زمانی که برای اقامه جنگ شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله گفت که رحمت برای عالمیان فرستاده، هم به انس، هم به جن، هم به کافر، هم به مسلمان. دعوت شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن که اهل سنت ارحم الناس بالناس. رحم دین ترین انسان ها به مردم هستند اهل سنت و جماعت. میگه که هر کسی که رحم کرد کافر است. یا که در حالت احساساتشون بلند شود، سخنهایشون رو درک نمیکنن. چی؟ من در و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک دقیقه. من در حیرت در این هستم که چرا اونهایی که به این مشایخ ما، استادان ما زبان درازی میکنید، بی‌ادبی میکنید، در برابر حق گفتنشون، اگر ناحق گفتن بی‌ادبی، ما بی‌ادبی نمیگیم، اگر بیاید سخت صحبت کنیم، اگر باطل گفته شد، اما در برابر باطل گویندگان مهربانی شما درجه عالی است. کسی برآمده نمیگه که تو چی گفته ایستاده؟ این گستاخ ها
این جاهله که حاضر اومد آوازش رو بستیم، یعنی کدام برادر از اینجا حذفش کردن، در شخصی برادرها باز همون طعنه عذری های دیگر کرده است. در حالی که چندین وقت پیش من به جای این انسان شرم می‌دارم، چندین وقت پیش اومد شیخ اول تکفیر کرد، جاهلانه نفهمیده، باز رفت اومد گشت و گفت که بخشش عذر میپرسم شیخ من خطا کردم در این مسئله. نخود به تو این چیز درس عبرت نشود که تو جاهل هستی، نمیدونی از مسئله ها با خبر نیستی. الله المستعان، الله المستعان. امروز دیدید که این مشایخ چگونه آداب دارند. الله سبحانه و تعالی همت نحیفظ بکرد. شیخ ابو محمد مدنی حفظ الله علامه خراسان جزاک الله خیرم میگیم که اینقدر صبر کردند، خواستند، دیده استودید چگونه میخواند که این امت وحدت کرد. اگرچه این کسی تکفیر کرد او انسان از عقیده اهل سنت و الجماعت در اساس احساسات بیرون نشدن، گفتن که شما خطا میکنید، شما خطا کرده استودید، شما گناه کبیره کرده استودید، تکفیر نکردن. اما این دیگر جهلا رو ببینید، ما در اساس شرک کفرشون تکفیر بکنیم، در اساس توحیدمون تکفیر میکنیم. قسم به نام الله بگید که یک قولی رو ابو حنظله ذکر کرده باشن. و من سوال دادم که سوال من یگان بیادبین سوال بود که اگر در مصلحه و مفسده یک انسان به شما زید بیاید، آیا کافر می شود یا نمی شود؟ اگر کافر شود کی گفته است که من کافر می شود؟ جواب نیست. انسانی که 100 شاگرد دارد همچنین صحبت کردن برای او زیبنده نیست. شیخ ما رو گویا که میگن یعنی خودپسند است و مغرور است. آیا از شیخ ما یگان بار شنیدید که من فلان شاگرد دارم یا که این دارم؟ 10 بار تکرار کرده است که ما 100 شاگرد دارم. یگان بار شیخ گفتن که من 100 شاگرد دارم، 200 شاگرد دارم، در حالی که میگن همه شما برادر من هستید. الحمدلله، الحمدلله. در او پخش مستقیمی که خودشون داشتن کفر اکبر گفته استودن، میگن که اگر من قوم پرستی کنم الله به دعا میکنم که من کافر جانم میگیرد. او قوم پرستی اگر کردید یک بار کافر نمیشید اگر طاغوت نگرفتید، یکون طرف حق، یعنی در یکون بعضی مسائل به طرف قومتون کشیدید. در کجا آمده است که نواد و شرک کردیدم من الله مشرک گفته دعا میکردید؟ اراده کفر این والله کفر اکبر است، انسان از ملت اسلام خارج میکنه. همه شنید. من نمیدونم به این سوال چی جواب میتن. باز آمده سبقت اللسان میگوین، نمیدونم. دقیق گفته استودن که الله مرا کافر بگیرد. یگان تا من شما حق نداریم که هر کسی که اراده این کنیم که من یگان عمل کنم الله کافر بنو بگیرد، در حال کافر میشه. اراده کفر رو کرده شده. همه وقت باید این یک متکبری است. این شیطانه، این از شیطان هم بدتر بدن است. شیطان هم متکبری کرد، از برای اینکه کفر کرد، از اینکه توبه کنه توبه نکرد. بجای اینکه مثل آدم علیه السلام و زوجهشون حوا علیه السلام بگوید که در ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، به سؤال الله سبحانه و تعالی جواب گفت که او رو مرا از آتش آفریدی، او را از خاک آفریدی. متکبری.
اگر جوانمرد شنیده ایستاده باشید از این کفرتون توبه بکنید و از طعنه موحدین شرم بدارید که همه ما رو مشرک گفته ایستاده. اگر ما شیخمون رو پرستیده ایستاده باشیم، شیخ ما در باطل باشن، چگونه ای که شیخ ما به سؤال خودتون و به سؤالهای همون کسایی که مثل شما عقیده و اندیشه دارن جواب داده ایستادن، به سؤالهای ما هم جواب بدید. در اساس علم اثبات بکنید که شیخ ما والعیاذ بالله در کفر هستند یا در خطا هستند. ما دیده و دانسته از شیخ یعنی سخنشون قبول کرده باشیم. شما به سوالهای ما جواب نیست، فقط داد فیغان است. اگر در مسئله های اجتهادی یک انسان به دیگر انسان یک عالم سخنش قبول کرد، به همین این احبار و رهبان ارباب گرفتن باشد، والعیاذ بالله این تمام امت کافر است. تمام امت کافر میکنه، برای اینکه هر یک عالم یک اجتهاد دارد، کسی او را اجتهادش را قبول کرده است. این مسئله های فروعاتی چقدر است که علما اجتهاد کردن بیان کردن. این مسئله که شیخ ما بیان کردن ده ها بار گفته استودن که انسان در حالت هجوم اجتهاد میکند یا که قصاص گرفتن، که آیا الان قصاص گرفته شود یا که بدتر این اجتهاد است. یک انسان آمد اجتهاد قبول کرد بعد کفر می شود. از این میبارد که هر صحابه که اجتهاد علی رضی الله عنه را قبول کردند، یعنی قصاص نگرفتند، یا اجتهاد معاویه رضی الله عنه را قبول کردند، از این میبارد که کفر می شود. برای اینکه بحث نه در بالای حکم قصاص بود. جنگ بین علی رضی الله عنه و معاویه رضی الله عنه، جنگ در بالای این بود که به اجتهاد یکدیگرشون راضی نشدند. معاویه رضی الله عنه به اجتهاد کرده علی رضی الله عنه راضی نشدند. علی رضی الله عنه اجتهاد کرده گفتن که بدتر است، معاویه گفتن که نه الان باید قصد بگیریم. این سخنهای جاهلانه چگونه از زبان این شخص برآمده است؟ ما در حقیقت اینقدر شناسایی با ابو حنظله جوانمرد نداریم، برای اینکه ما درساشون رو گوش نکردیم، لیکن فکر میکردیم که یک برادر خوب است، یک طالب علم هستن. لیکن امروزه صحبت ها ما رو اینقدر وادار کرد که ما طالب علم گفتن به زبان نگشته ایستاده است. والله مسئله مظاهرة المشرکین و معاونتهم علی المسلمین با که گپای گفته ایستادن که به یگان خیل تحقیق به یگان دلیل آوردن. مشرک کافر، دلیل وجود ندارد. عهدهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با کافرها با اهل کتاب کرده بودند، الله اکبر. من به اون برادرهای دلم می سوزد که وقت خود رو صرف کرده از اینها رفته درس میگیرند. چگونه از این انسان درس میگیرید؟ چگونه شما مسئله ها رو میفهمید در حالی که این انسان 100 شاگرد داشته است؟ خودی ابو حنظله مسئله رو حتی درک کرده نتوانسته ایستاده است. در آخر اومده در اول چیزی که به خاطرش گریه کرد. والله ابو حنظله در کانالشون به خاطر انا همون خواهرهایی که از دست کفار کشته می شود گریه کردن. گفتن که ما قصد او را بگیریم، این فتنه است، مگر ما قصاص کنیم اونها رو. در آخر اومده میگن که نه قصاص نیست، اینجا مسئله قصاص نیست. میگن
ابوان زده برای شما سوال که کدام نمیدی یعنی جهاد در همونجا تطبیق شد قصاص نباشد اگر هجوم بگه در هجوم خودتون هم گفتین که شرط و شروط دارد زنها کشته نشد کودکها کشته نشود یعنی بالاخره باید از این دروغ هایتون از این کمی قوم پرستی یا که گروه پرستیتون دست بکشید شرم بدارید به غیر حق یک طالب علم تکفیر کرده تمام شاگرداش والعیاذ بالله استاد پرست گفتن شرم بدارید از این تکفیری خوارج صفتتون دست بکشید به یگان دلیل به یگان منوط کفر گفتن اینها هرچی سخن کنند اگر اومده برای ما بگویند ما الحمدلله قبول کرده شدیم با بالای شیخ ما تهمت زدن والله ابو حنظله اگر از این سخنتون توبه نکنید روز قیامت از زبانتون الله میکشد در اول سرکردن سخن در همون لایف که خودشون امروز داشتن پخش میشتکیم میگویند که این تکفیری یعنی تکفیر راسخ همون وقت آغاز کرده باشیم که گویا که ما بعد از اینکه در همون یعنی مسئله 43 دقیقه یعنی این راسخ زندیق زدیت کرده باشد به همین خاطر در حالی که والله الله خودش شاهد است که گواهی میدم در نزد الله که شیخ ما گفتن که همون محمد معرف راسخ گپشون این گونه نیست شاید همین ذکر کردن استثناء رو فراموش کرده باشند تحقیق بکنید اما اومده به سر شیخ میزده میگه که این یعنی راسخ عیبجویی کردن به خاطر همین سخن این تهمت بهتانی محض است آشکار است بالای شیخ ما این تهمت است شیخ ما در این مسئله همراه نبودن این صحبت رو ابو اسما کردن سوال جواب رو ابو اسما کردن اما در حالی که او دلیل آورد او راسخ زندیق و دروغ گفت و خطا بیان کرد جهمی های قولش بیان کرد شیخ ما همچون یک طالبین دفاع کننده حق نام او رو ذکر نکرده درباره اون آیات ها برای برادرها در کتاب معلومات دادن و همه قول ها رو ذکر کردن و گفتن شما میگید که گویا که این به خاطر یعنی محمد معرف راسخ بر علیه شیخ ما چیزی گفته باشد و به همین خاطر دیگر ما ضدیت کرده باشیم شما میگوید که یعنی چندین ساله پیش رو اینها میکوید تمام ما چندین ساله پیش رو نمیکویم محمد معرف راسخ برآمده بگوید که وارث منیب کافر است وارث منیب تزکیه داده است زبیر محقق کافر است بگوید محمد انصاری کافر است بگوید عبدالرحمن فاتح کافر است بگوید اثبات کند که آذری نیست اثبات کند که به عینش آذری ها رو تکفیر میکند بعد فهمیده میشد که او از چندین ساله کفریات شرکیات گفتگیش دست کشیده است و کذاب است راسخ میگه که من هیچگاه آذری نبودم در نزد ما ثبتش وجود دارد آذری پلید بوده است و دروغگو است ما یگان بار ندیدیم که به عینش این خبیث یگان آذری رو تکفیر کرده باشد خبیثی محمد معرف راسخ خوارج صفت از یک طرف جهمی نجس شیخ ما رو به یگان منوط کافر گفت و همه ما رو کافر گفت چگونه که امروز ابو حنظله همه ما رو تکفیر کرد کنی اون عادل میخواستگی یک بار ابو حنظله برآمده پرسید که شاگردای شیخ به خاطر چی کافر است در مسئله اجتهادی قبول کردنش در حالی که مسئله مسکو رو شما نمیدونید با خبر نیست که در اونجا چی گذشته است بالای این والله در همون روسیه هم امروز این پوتین پلید
فقط انسان‌های اکثر انسان‌های نمازخوان برده زندان کرده است. به خاطر همون 100 و چند تا است 200 و چند تا است انسانی که مردگی شاید ده ها هزار انسان حاضر در زندان است، تاگ مونده عذاب داده شده است که مردم دیده شده است. این چقدر خواهرهای ما در اونجا در کوچه ها مونده، خانه نداده شده است، آزار اذیت زندان کرده، 10 سال 20 سال برده تجاوز کرده شده است. کنی او دفاع کننده و گریانده ها بیاید کنی اکنون دفاع کند چی؟ میگوید که شما ترامپ قبول کردید کفر است. آخر سخن یک کافر گپ اومده بگوید او اثبات شود سخنش، همه ببیند که اثبات شد، او را اگر قبول کردید کافر میشوید. یک خوارجی دیگر است، یک احمقی دیگر است. تکفیر بالای تکفیر به یگون اینو حدی ندارد که یک کسی هست که نه با انزله را بدارد که اینقدر از خوارج ها هم گذشته رفته شده است در تکفیر. یک کفر یک مسئله دنیوی رو اومد و گفت، فهمدید که حقیقت است، همه را سخنش گفتید کفر میشه. الله مستعان، الله مستعان. می بایست که ابو حنظله از بحث نمی گرفت، مرد و مردانه جواب میداد در اساس علم. من گفتم تو گفتین کتاب میکشد، صفحه کتاب میکشد، میگفت که شما کفر دفاع کنید یا کفر شما را دفاع کرد کفر میشوید. انا قول علما انا دلیل. از این آیت سلف چنین فهمدن. یگان دلیل شنیدید؟ نشنیدید. این یک مسئله که یعنی دعوا داشت. دوی مسئله اجتهاد کرده، یک این چیزی که حمله حاضر جایز است جایز نیست، این حمله کردگی ما برای ما ضرر شد گفتن، به همین خاطر تکفیر کردن. یک دلیل از یگان کتاب یک قلم صوفیان نوشتگی نوارد که یگان دلیل آورد بگه بجوز داد فقهان. در برابر مشرکین آداب درجه عالیش بست. استاد کافر گفته است با بگه استاد، اما در برابر موحد یگان حد نیست. تکفیر، دروغ، تهمت، بهتان، شرم هم نمیداره. چی نمود خواست برادر محقق اول میگه که من نمیشم. تو از کجا میدونی را علم دارد ندارد نشناسی، تو را تنه زده شده نمیشناسم. میگه بعد اومده میگه که تو در وقت مکی هستی. این حسد ببینید، کینه ببینید، در حالی که در نزد اینها توبه برادرها یا که لغزش زبانی بیان کردن موحدین قبول نیست. توبه یک کس دیده و دونسته قبول نکردن گمراهی نیست، مگر در نزد 400 انسان یک لغزششون به شرم داروندن، در حالی که گشته برآمده بیان کردن که مقصد من این نبود. این شرم داره، این شرم داریم. از الله شرم بداره. روز قیامت انشالله همه یعنی جزای اعمالش میگیرد. و بدونید که اما یقینا ما امروز یک بار دیگه ثابت شد که الحمدلله استاد ما کفر نکرده، کفر نگفته. اگر خطا کرده در مسئله اجتهادن که همین الان هجوم جایز نی، مقصد نکردن خوب بود، یا که در این مسئله گپ‌های دیگر است گفتن، الحمدلله الحمدلله شکر الله میکنیم. الله و شکر میکنیم که الله ذوالجلال استاد ما از کفر گفتن نگه داشته است. اما از دهان این جوانمرد ابو حنظله در همین در لایف خودش در اینجا چندین کفرها، چندین ضدیت ها بر قرآن یعنی گپ زده است. یگان پروایی ندارد.
پروایی ندارد. این رنگ معتزله ها نه به فکرم میگد همه مشرکین دلیل رسید نرسید و با عقل شناخته میشد جزا داده میشد. رحمت الله فراموش کرده. الله مستعان. الحمدلله که بعض انسان ها شاید در دلهایشون شبهه به شبهه اینها گرفتار شده بودند که گویا که شیخ ما کفر کرده باشد. امروز باز یک بار دیگه علما در اساس علم اثبات شد که کفر نکردند. یگان دلیل ندارم به جز داد فیقان، به جز تهمت های قوم پرستگی، دیگر هیچ چیزی ندارم. نگاه بکنید. عبدالرحمن فاتح مردم مشرک کرده است. انصاری و محمد انصاری مشرک کرده است. وارث منیب مشرک کرده است. دیگرش مشرک کرده است. اینها به دهانشون آب گرفته. کنی غمخوری این امت، کنی غمخوری، اگر تو غمخور باشید کنی برآمده یک مردم به بیان بکنید. چقدر انسان هایی که اینها گوش کرده کفر شرک اینها با روزی شده است. یک صحبت بکنید با آنها، بیان بکنید، مردم به تکفیرش بکنید. این گونه وجود نداره. چرا؟ منافقین هم رحم پیامبر صلی الله علیه و سلم، رحم صحابگان میدونست و مشرکین هم همچنین میدونستم که محمد صلی الله علیه و سلم به اصحابشون رحم دل هستند. اگر یک مقصد اومده عذرخواهی کند، یگان چیز بگوید، یک باره جزاهای سخته میتن بیان میکنن، میفهمونن. با بالای توکه شما، با بالای استازانی ما حمله میکنیم. ما دیگر اجازه نمیتیم. ما والله این تهمت هایی که میزنید جگرهای ما میسوزه. استازی ما است، برادری ما است. الحمدلله برای ما حقش بروز گفتن. جوان مرد، روسیخ، عبدالظاهر، والله همینجا بیاد با شیخ صحبت نکن، با همین شاگرداشون صحبت بکنیم. فقط در اساس کتاب، صفحه، رقم صحبت میکنیم. از هوا نیست. بعد میبینیم که کی هوا و حواس پرست است و کی یعنی تابع قرآن سنت است. آیا بعد میبینید که بعد احساس میکنید که در همین پست هایتان که استاد ما برای ما قرآن و سنت یاد داده است یا که خودش پرستیدن یاد داده است. یک بیاین که اینجا یک وقت گذاریم یک صحبت بکنیم که بعد میبینید شما. و ما از سبب جیم استادن شما فکر میکنید که هر روز طعنه میزنید، هر روز تهمت میزنید، هر روز شخص پرست میگید. شما از این به بعد انکنون میبینید که هر یک شما کتی هر یک سخنتون به صحبت میکنیم در اساس علم. میبینیم که شما جواب داده میتونید یا نمیتونید، یا که فقط صلاح هست که همون جلسه است، همون رنگ صوفی ها زیبا گفت زدن است. از علم بوی ندارید. عبدالظاهر دایی همه کسایی که در دارالکوف زندگی میکنه همه را کافر میگه. اینش مشرکین رو برادر میگه. کنی علمانه برآمده یک صحبت بکنین چی ببینیم که علما اثبات کنین که همون کفر است. علما اثبات کرده که عبدالظاهر دایی در این مسئله در خوارج برفتگی است. چرا یک بار برآمده نگفت این اصل دین نیست؟ مگر اما در فروعات، در چیزی که علم نیست، جرأت خیلی بلند است. جرأتشون از جهل اومده چی میخواد بگوید ابو حنظله خودش نفهمیده شده است. از الله بترس که ابو حنظله این آه مسلمان ها موحدین نگیردد که شما طعنه شما ما به خاطر الله صبر میکنیم و در نزد الله وا میخوریم که کی در حق بود. ما اما یقین داریم در اساس علم که شما در گمراهی هستید، تکفیرت خطا است. این چندین کفرایی که کردی
والله توبه کن به این کفر. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی همتون حفظ بکرد. اهل توحید مشایخ جزاکم الله خیر میگن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بفرمایید برادران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا. بفرمایید شیخ عزیز. واقعا الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. واقعا از ته قلب به همه موحدین و به خصوص استاد عزیزمون حضرت شیخ از ته قلب تبریک میگیم و الله میداند که از همون بحث زمان شروع شده چقدر پیام برای من آمده و چقدر زنگ زدن موحدین و تشکر کردن و بعضی سجده شکر ادا کردن که الحمدلله امشب دو چیز بسیار واضح و هویدا مشخص کرد. یکی این که شکست باطل خیلی واضح شد که اینها هیچی ندارند و بطلانشون بسیار بسیار واضح و هویدا گشت امشب. اینهایی که این دو فرد رو یعنی سعید افغانی و اون حنظله به اصطلاح جوان مرد رو به اصطلاح خودشون گذاشته بودن، اینها آخرین تیر دشمن بود که میخواستن به طرف موحدین به اصطلاح پرتاب بکنن. الحمدلله امشب متوجه شدیم که اونها هم شکست خوردن. حتی همین جوان مردی رو که فرستاده بودن که از تفکرشون و از شیخشون دفاع بکنه متوجه شد که در مرتبه اول زمانی که حضرت شیخ این رو در محاصره دلایل گرفتن، این خودش اومد و اون راسخ رو تکفیر کرد با 3 گزینه‌ای که حضرت شیخ انتخاب کرد. و بعد در مرحله دوم زمانی که مواجه شدن با مسائل علمی جناب شیخ و جوابهای بسیار منهجی حضرت شیخ، ایشون دیگه پا به فرار گذاشتن به بهانه‌های مختلف که من شرکت نمی‌کنم فلان. الحمدلله امشب شب بسیار بسیار زیبا، شب بسیار خوشحال کننده ای بود برای همه موحدین، به خصوص موحدین ایران زمین که الله میداند که چقدر اینها خوشحالند و چه پیام‌های تبریکانه‌ای برای ما. و بعد دست مریضات میگیم مجدد به جناب شیخ المدنی حفظه الله با منهج بسیار صحیحشون، با منهج بسیار علمیشون که امشب بحث کردن، با حوصله‌مندی که داشتن، الحمدلله بسیار بسیار تونستن تو دهنی محکمی به دشمنان توحید، به دشمنان قرآن و سنت به فهم سلف امت بزنن که همه جوانها امشب دیدیم که بالای 300 خورده نفر بود، 350 60 نفر بود که از گوشه گوشه جهان داشتن گوش میکردن و این حقانیت حق را، پیروزی حق را متوجه شدن و شکست باطل را از گوش خودشون و از چشمای خودشون شنیدن. جای بسیار تشکر و قدردانی از رب العالمین هست. امشب یکی از اون فریادهای 100 ساله گذشته، 200 ساله گذشته ای که موحدین اهل سنت فریاد میکشیدند، امشب صدای فریاد اونها شنیده شد. صدای فریاد حقانیت علمای اهل سنت و جماعت در طول تاریخ 400 500 ساله و 600 ساله رو امشب الحمدلله و شبهای گذشته به خصوص امشب شنیدند همه کسانی که طالبان حق بودند که حق پیروز هست و باطل رفتنی است. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. امشب واقعا نقطه عملیش رو دیدیم. و نکته عملی دیگری که الله رب العالمین فرمود که ان الله یدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. یقینا الله از کسانی که ایمان آورده اند و مؤمنین موحدین دفاع می‌کند. امشب دیدیم دفاع حق.
قلب تبریک میگم و تبریک برادران موحد ایران زمین رو به تک تک شما عزیزان عرض میکنم که اینها از من خواستند که به جناب شیخ عزیزمون و به دیگر مشایخ گرامیمون و همه خواهران برادران موحدمون برسونید. این رو وظیفه خودم دونستم که مجدد وارد بحث بشوم و این تبریک و خوشحالی اینها را به شما عزیزان منتقل نمایم. باز هم جناب شیخ عزیزم تبریک میگویم، مشایخ عزیزم تبریک میگویم. الله شما را در پناه خودش حفظ بفرماید. دیگر عرضی نیست. شب شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حفظك الله ورعاك شيخنا العزيز وبارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى هر یکی ما و شما را در حق در راه صراط المستقیم نگه بدارد. بارك الله فيكم. بفرمایید مشایخ. الله حفظتون میکند. همه شما را الله حفظ بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ صاحب ابو محمد المدنی، اگر اجازه باشه من یک کوتاه سوال داشتم، بعدا با شما برنامه‌تون پیش ببرین انشالله. اگر وقت باشه به سوال من کوتاه یک سوال دارم شیخ محترم. بفرمایید. گرچه خیلی خسته شدم لیکن بفرمایید سوالتون. اگر میدانم شیخ عزیز الله متعال حفظتان بکنه. شیخ محترم، ما امروز یک کس در یک مسئله امی به خصوص دمی گذشته امی اواخر که امی جنجالایی که بین برادرها فتنه ای که پیدا شده، ما با یک سلسله با یک کسی را خودتانم قبلا فکر میکنم که میشناسینش به نام ابو اسامه، یک بار در تیک تاک هم امروز فکر میکنم بعضی ردشم کرده باشین. من یادم دعوت کردم که شما بیاین خیلی با ما مباهله بکنین و اینا خودشون قبلا در امی صفحه خود یک پست را نشر کرده بودن که شما بیاین با ما مباهله بکنین. من رفتم امی آدم گفتم بیاین ما در امرایتان، ما شخصا امرای خودت امیجا مباهله میکنم که کی بر حق است. و این آدم یک حرف بسیار یک حرف بد زد که ما دمی جا درست به می فکر نرسیدیم که آیا این حرفش کفر است یا خیر، ولی تا جایی که من فکر میکنم کفر است. من این آدم دعوت کردم که بیا مباهله و متاسفانه این آدم به من یک پیام بسیار بد نوشته کرد و من نمیتونم که من مجبور هستم که این حرف بگویم. مرا میگه بیا بالای خشتک مادرت مباهله بکنیم. آیا این حرف شیخ محترم این کفر صریح نیست؟ همین سوال بود. جزاک الله خیرا. حفظك الله برادر عزیزم. الله شما را حفظ بکند، برکتتون بدهد و به همه اهل توحید صبر بدهد، به غربا صبر بدهد. البته که یک از دو حالت بیرون نیست. با بالای خشتکی ایزار و لباس مادر و این آن گفتن از دو حالت دور نیست، از دو حالت بیرون نیست. یا تحقیر به مباهله یا تحقیر به مباهله کردن در بیان حق یا استهزاء که هر دوشان کفر است. و ما قدر الله حق قدره والارض جمیعا قبضته یوم القیامه. اینها و ما خاف الله حق مخافته، از الله چگونه که باید بترسن نترسیدن. از سبب جهل عظمت و بزرگی الله نفهمیدن. این سخنشون تحقیر هم هست به مباهله و این چنین استهزاء است و این کفر صریح است. وقتی که حق و باطل در عین اوجی بین همدیگر مناظره هست، خود اینها دعوای مباهله کرد، شما راضی شدید و بعد از این استهزاء و مسخره میکرد. کفر است، این چنین آدم کفر است. اما یک عده فکر کردن که این شریعت در دست اونهاست، چیکار خواهند میکنند؟ خواهند استهزاء میکنند، خواهند تکفیر میکنند، خواهند کسی را به قتل میرسانند، خواهند حکم قتل میدهند، خواهند چی خواهند میکنند. یعنی اینها خودشون را از دیگران بالاتر دانستند. از سبب جهل به مانند یهود شدند که یهودی ها خودشون را از دیگرها بالا گرفتند و بالاخره عاقبت را دیدید. اینا هم همچنین هستند. شریعت ما به هیچ کس اجازه نداده که یک قوم از قوم دیگر بالا باشد، یک عده از عده دیگر بالا باشد. به یک عده تحقیر، پسزنی، بی‌ادبی اجازت باشد، به عده دیگر نباشد. این چیزی نیست. شریعت ما برابری است برای همه مسلمان ها، برای همه موحدین. برای همین این
بی‌ادبان و احمقان در اینجا انمون کسی که ابو سامه که به شما گفته است این سخنش کفری صریح است، کافر است. توبه کند. اینا ببینید انا همچنین بی‌آداب هستند. همین جماعتی که به همین کار مشغول هستند، اینا یک ایده یک چند نفر از جوانها، یک چند نفر از افغانستان و یک دو نفر از تاجیکستان هم بودند، یکیشون رو نمیدونم چی حادثه شده است و بالاخره اینها بی‌ادب ترین مردم هستند که ما دیدیم. نه عدل، نه انصاف، نه آداب، نه اخلاق، نه حیا، نه صدق، نه شرم، نه جوانمردی، هیچ چیزی رو ما نمیبینیم. صفت مرد، صفت مسلمان، صفت مؤمن، صفت موحد که زیاد است. افسوس، صد افسوس. برای همین از گفت اینها بناگاه خسته شده و غمگین شده و نرنجید که شاید من خطا کرده باشم که طلب کردم. نه، شما خطا نکردید. اینا هستند که ببینید امروز آمد یک جاهلش از ما هم طلب مباهله کرد. من گفتم باکه ندارد، ما مباهله میکنیم. یک سوال میتیم جواب گو مباهله مرامت و میگوید که ما به مبشر مسلمان رو مباهله کردیم. دروغ میگه در حالتی که ما بودیم. لیکن بالاخره الله به همین عملهایشان، به کردارشان دیده اینها رو جزا بدهد. چقدر موحدین را پریشان کردند، چقدر فتواهای باطل دادند، چقدر خونهای حرام را حلال کردند، چقدر موحدین صادقین را تکفیر کردند، چقدر مبتدعین و مشرکین را حق شماریدند. شب و روز کوشششان برای منتشر کردن ضلالت است، ضدیت کردن به موحدین است. الله سبحانه و تعالی این چنین 4-5 گمراهان از جوانهایی که دیده ایستادیم، الله به جزای کردارشان برسد و اونها را به همون کردارشان جزا بدهد. الله عجایب قدرتت را در بالای اینها نشان بده. چقدر گستاخند، چقدر بازی کننده به دین تو اند، چقدر تحقیر کننده موحدین و مسلمانند، چقدر بیرحم و بی‌حیایند، چقدر کاذبین و ناجوان مردند، چقدر در گفته های خود نمی ایستند و دروغگو هستند. الله جزایشان را بده که پیش صف موحدین را نگیرند. الله جزایشان را بده که موحدین را اذیت ندهند. الله پیش اینها را بگیر که مردم را در دینت گمراه نکنند. الله جزایشان بده و پیششان را بگیر که فتوای خونهای حرام را حلال نکنند. الله به این جهلا جایشان را فهمان. ما قدرت و توانایی نداریم، غیر از تو ذات احد کسی نداریم. الله به کردارشان جزای مناسبشان را بده. عجایب قدرتت را در بالای این بازی کننده ها به دین نشان بده. این کسانی که کفر را میبینند و کفر نیست میگویند، کفری ندیدهشان را کفر میگویند، موحدین را پریشان میکنند، به شبهه گرفتار میکنند. ای الله، به اسم اعظم تو را سوال میکنم. تو حی هستی، تو قیوم هستی. ای الله، تو حی هستی، تو قیوم هستی. تو اول هستی، تو آخر هستی. تو منان هستی، تو بدیع السماوات والارض هستی. تو اول هستی، تو آخر هستی. ای احد الصمد، ای الله، به این نامهای اعظمت از تو سوال میکنم که حق را ظاهر کن. موحدین را پایبند و پابرجا ثابت قدم در حق نگه بدار. علم نافع و فهم نافع را به اینها نصیب بکن. ظالمان و طاغوتان و کفار و مشرکین که میخواهند که منهج حق اسلام نابود شد، الله خوار و ذلیلشان بکن. خودت گفتی که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. الله نورت را کامل کن، نورت را روشن کن، نورت را واضح کن، حق را، لا اله الا الله را واضح کن که این مشرکین از ان همین نور لا اله الا الله، از توحید، از حق ناخوش هستند، به دهانهای کثیف خود پوشیدن میخوند. الله این اهل بدعت، این اهل رذالت، این اهل جهالت، این گستاخان، این غرور و مغرور شدگان، این دروغگویان و بازی کنندگان به دینت را جزایشان را بده. ضررشان را از بالای موحدین بیرون بکن. ماها است که به موحدین تحقیر میکنند، ماها است که دروغ میگویند و به دین تو بازی میکنند. الله
این خوبسا را خوار و ذلیلشان بکنی، چهره های واقعشان را به همه نشان بدی و جوانها را از فریب و نیرنگ این جهلا، این خوبسا نجات بدی. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين فاخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين فاخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين فاخذل من خذل الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ثبتنا بالحق. اللهم وفقنا باليقين والصدق. اللهم وفقنا بالثبات والحق واليقين والصدق وحسن الخاتمة يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بو همین من فکر میکنم مجموعه را میبندیم.